نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همونطوری که در عنوان برنامه امروز ملاحظه می‌کنید، می‌خوایم در مورد معیارهای دوستی بین مسلمانان با یهود، نصارا، روافض و آخوندهای جنایتکار صحبت بکنیم. مسئله مهمی که حقیقتاً در جنگ اخیری که بین ایران و اسرائیل رخ داد برای ما این مشکل بزرگ که متاسفانه در بین امت اسلامی وجود دارد، مسئله دوستی و دشمنی و معیارهای دوستی و دشمنی به وضوح و آشکارا تجلی کرد و دیدیم که چگونه تعدادی که حتی القاب بلند بالایی رو یدک میکشند، دکتر، ملا، عالم، دعوتگر، چگونه در این امتحان ناکام از آب برآمدند، چگونه در امتحان توحید و یکتاپرستی ناکام شدند. چون که قضیه دوستی و دشمنی در اسلام یکی از اصول توحید و یکتاپرستی است. وقتی که یک نفر به اسلام وارد میشه، میگه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بزرگترین اصول و اساس و پایه این شهادتین که بیان میکنه یکتاپرستی است که الله سبحانه و تعالی رو به یگانگی بپرسته. به خاطر همین شهادت میده به وحدانیت و یگانگی الله سبحانه و تعالی. بعضیا فکر میکنن که با گفتن همین شهادتین دیگه کار تمام است، کلید بهشت دست ما هست و خلاصه میریم وارد بهشت میشیم. اما طبق همون حدیث صحیحی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که کلید بهشت لا اله الا الله هست و این لا اله الا الله و این کلید دندانه هایی داره و دندانه های این کلید عمل کردن به مقتضای لا اله الا الله است. تنها گفتن یک مطلب سبب این نمیشه که ما از مزایای اون برخوردار بشیم. مثل این میمونه که یک نفری بیاد هدفش این است که دکتر بشه، پزشک بشه، بیاد صبح تا شام تو خونه بشینه بگه که من میخوام دکتر بشم، من میخوام دکتر بشم. آیا این شخص میتونه فردا بره پزشک بشه، طبیب بشه، دکتر بشه و در یک بیمارستانی، در شفاخانه‌ای بره مردم مداوا بکنه؟ نه خیر، باید زحمت بکشه، باید عملاً درس بخونه، سعی بکنه، تلاش بکنه تا مدرک به دست بیاره و بعد از اون امتحان بده. اگر در امتحان کامیاب شد، بعد این شخص میره دکتر میشه و میتونه که از این مدرکی که گرفته و از این لقبی که در کنار اسمش هست استفاده بکنه. در مسائل دنیوی مردم همه این چیزها رو در نظر میگیرن،
به قول معروف با حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. اما مسئله آخرت که اومد، بعد میگن بله لا اله الا الله گفته دیگه وارد بهشت میشه. نه خیر، لا اله الا الله گفته، اما آیا به لا اله الا الله عمل کرده؟ آیا به دستورات، به نواهی لا اله الا الله پایبند بوده یا نبوده؟ همین که میگیم لا اله، هیچ معبودی بر حق نیست که شایسته عبادت باشد الا الله. این جمله از دو بخش است. یکی نفی معبودان غیر الله سبحانه و تعالی و یکی دیگر، قسمت دیگر، اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی. اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی به این معنی است که الله متعال امر میکنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو ای محمد به بندگانم، به مؤمنین، که همه عبادت ها، اینجا یکی دو عبادت به عنوان نمونه بزرگترین عبادت ها ذکر میشه، صلاتی، نسکی، نماز من، چون نماز ستون دین است، اساس دین است. نسک همه قوانین دین، قربانی، حج، روزه، هر چی که شما اسمش رو عبادت میگذارید خاص باید برای الله سبحانه و تعالی باشد. نیت باید این باشد که خاص برای الله متعال انجام می شود و کسی دیگری رو در این شریک قرار ندهیم و طبق دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. نفی همه معبودانی که غیر الله سبحانه و تعالی وجود دارند، چه این معبودان بت‌ها باشن، انسان‌ها باشن، علما باشن، دعوتگران باشن، آخوندها باشن، هر کسی که اوامر و نواهی او مخالف قرآن و سنت باشد و ما از آنها پیروی کردیم، این عمل ما مخالف مقتضای لا اله الا الله است. الله متعال می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها علمایشان را، کشیشانشان را، آخوندهایشان را خدایانی گرفتند غیر از الله سبحانه و تعالی. یعنی آنها اینها را پرستیدند. یکی از صحابه به عنوان استفسار از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسه یا رسول الله، من قبلا مسیحی بودم، ما کشیشامون رو خدا نمی گرفتیم، اونها رو عبادت نمی کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند مگر وقتی که حلالی رو حرام، حرامی رو حلال میکردن شما از آنها پیروی نمی کردید؟ گفت که چرا این کار رو میکردیم؟ گفت همین است عبادت، یعنی همین، آنچه که الله متعال امر کرده اون رو باید اطاعت کرد، آنچه که الله متعال نهی کرده از آن باید دوری کرد در امور دین. و اگر همین امور رو ما از اوامر و نواهی رو از غیر الله بگیریم که خاصتا مخالف اوامر الله و رسول باشه، در این صورت مرتکب شرک شدیم. به همین دلیل اگر شما دیده باشید در قرآن کریم، در سنت، در سیرت همیشه شنیدید میگن کفار و مشرکین. کفار کسانی هستند که یا منکر الله سبحانه و تعالی هستند، یا اینکه به همه اینها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، مشرکین، بت پرستا، همه اینها اطلاق کلمه کفار میشه. چرا یک تعدادی رو بهش میگن یهود، یک تعداد میگن نصارا، یک تعدادی بهش میگن مشرکین؟ مشرکین کسانی بودن که به الله اعتقاد داشتن، حتی به خدای یگانه هم اعتقاد داشتن و اعتقاد داشتن که خالق و رازق و کمک کننده و همه چیز الله متعال است. وقتی میگفتن پس چرا این بت‌ها رو میپرستید، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو نمیپرستیم مگر اینکه ما رو به الله نزدیک کنن، یعنی اینا واسطه ما هستن. و این بت‌ها هم فکر نکنید که مثلا میرفتن یک سنگی رو از کوه میآوردن، میتراشیدن، اسمشو میذاشتن مثلا لات، منات، عزا. نه، همه بت‌ها نمادی بودن از شخصیت‌ها و انسان‌های برازنده‌ای که در جامعه اونها یا قبل از اونها از پیشینیانشان زندگی میکردن، انسان‌های صالح و خوبی بودن. به یادبود اونها این سنگ‌ها رو تراشیدن و آهسته آهسته اینها رو واسطه بین خودشون و الله متعال قرار دادن. همین حرفی که مشرکین امروز میگن ما پیش الله روح نداریم، پیش الله رو نداریم، پیش الله نمیتونیم، ما بنده گناهکاریم،
اینها واسطای ما هستن، ما رو به خدا نزدیک میکنن. الله متعال و دین مبین اسلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم با همین چیز مبارزه کردن که هیچ چیزی بین تو و پروردگارت نیست. ادعونی استجب لکم، مرا بخوان تا اجابتت بکنم. تمام. هدف از لا اله الا الله امین است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدیم تا که ما را عبادت بکنن. پس عبادت در اینجا به معنی این است که الله را به یگانگی عبادت بکنن، لیوحدون، الله را به یکتاپرستی عبادت بکنن. و اصل این یکتاپرستی و توحید چی است؟ ولا و برا. ولا و برا یعنی چی؟ قبول کردن ولایت و ولا و دوستی و محبت مسلمانان و براءت جستن از کفار، مشرکین و از کسانی که یا چیزهایی که به غیر از الله سبحانه و تعالی چی میشن؟ پرستیده میشن. یا از طواغیت، طاغوت هر چیزی که به جای الله متعال قرار بگیرد، در کنار الله متعال قرار بگیرد، قوانین و دستوراتش در کنار قوانین و دستورات الله سبحانه و تعالی قبول کرده شود، عمل کرده شود، طاغوت است در مسائل دین. و مهمترین مسئله که خدمت شما عرض کردم ولا برا هست، همین دوستی و دشمنی در راه الله سبحانه و تعالی. ما در همین جنگ اخیر متاسفانه دیدیم که خیلی از علما، دعوتگران، دکتران، احزاب، گروه ها، مؤسسات به ظاهر اسلامی در این زمینه میلنگند و خیلی از عزیزان و دوستان اصرار کردند که در این مورد صحبت بکنید، چون یک مسئله مهم اعتقادی است. شما اگر در مورد ولا و برا اطلاعات نداشته باشید و به مقتضای ولا و برا عمل نکنید، همه عبادت هایی که انجام میدهید نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، خیرات، زکات، همه اینها مورد قبول قرار نمیگیرد، چون اصل توحید شما اشکال دارد. مثل این میماند که کسی بیاد یک خانه‌ای درست بکنه، آپارتمانی درست بکنه، 10 طبقه، 20 طبقه، 30 طبقه، 40، 50، 100 طبقه، اما اساس و بنیادش خراب باشه، اساس و بنیادش سست باشه، در کوچکترین زلزله، در کوچکترین تندباد، در کوچکترین سیلاب همه این ساختمان فرو میریزه. توحید اساس دین است، اساس اسلام است. شما اگر که اساس دینتون درست نباشه، شما هر چقدر میخوای اعمال صالح بر این بنا بکن، اما گاهی میشه که یک شبه همه اینها فرو میریزه. و ما دیدیم که در ظرف 24 ساعت همینطور داشت میریخت. تعدادی که از اصل توحید و از اصل ولا و برا خبر نداشتن لغزیدن، افتادند و همه آنچه که بنا کرده بودن از اعمال صالح همه برباد شد. پس در برنامه امروز در این مورد صحبت میکنیم و دلایلمان فقط از قرآن کریم میگیم. احادیث زیادی وجود دارد، اقوال علما وجود دارد، اقوال مفسرین، ائمه مذاهب خیلی وجود دارد در این مورد، اما فقط از قرآن کریم بیان میکنیم که مخاطب ما در اینجا ام شیعه است، ام سنی است، همه مسلمان ها با همه اسمهایی که بر سر خود نهادند، چون همه در این متفق هستیم که ما قرآن کریمی را به عنوان کتاب آسمانی قبول داریم. حالا شاید بعضی از مسلمان نماها بگن قرآن تحریف شده، قرآن تغییر پیدا کرده فلان، اما همونا هم که هستن بعد به خاطر اینکه اسلام و مسلمانی خودشون رو ثابت بکنن در بحث مجادله میان انکار میکنن. به هر صورت دلایل ما دلایل قرآنی است و انشاءالله 1 ساعت اول برنامه رو در این مورد صحبت میکنیم. بعد از اون تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و انشاءالله در مورد موضوع برنامه با شما گفتگو خواهیم کرد. دوستان عزیز، شاید عده‌ای بگن که خب این آیات و این چیزایی که شما میارید در مورد کفار است و قضیه ایران و اسرائیل قضیه کافر و مسلمان بود، قضیه یک طرف جمهوری اسلامی بود، یک طرف هم
رژیم اشغالگر صهیونیستی بود، آمریکا بود، کفار ملحدین بودن. شما چطور اینها رو میایید با یک چشم میبینید؟ دوستان عزیز، مشکل ما همینجاست که خیلی از عزیزان ما درست است که کفار در مراتب مختلف قرار دارن. یک کافری از کافر حربی است که با مسلمان ها در حالت جنگ است. یکی از کافری که با مسلمان ها جنگ نداره، در یک فضای صلح‌آمیز زندگی میکنه. یک گروه از کفاری هستن که متحد مسلمان ها هستن، در کنار مسلمان ها هستن، چه در جنگ چه در صلح. یه عده‌ای هستن متقاعد هستن با مسلمان ها، یعنی بین مسلمان ها و بین اونها پیمان وجود دارد، قراردادی وجود دارد، حالا پیمان اقتصادی است، سیاسی است، آتش بس است، هر چی که هست. تعامل اسلام با هر کدام از اینها فرق میکنه. یعنی هیچ وقت این نیست که همان برخوردی که تو با کافری که در حالت جنگ با اونها هستی، با اون کافری که در کنار تو زندگی میکند همین برخورد رو با اون داشته باشی. این عدل نیست، مساوات نیست. و در قرآن کریم که در بعضی از آیات به این مسئله اشاره شده و ما رو امر کرده که الله متعال شما رو امر میکنه که با کفاری که با شما در جنگ نیستن شما با آنها با عدل و داد برخورد بکنید. اما این یک واقعیت امت اسلامی است امروز که رژیمی که امروز در ایران حاکم است با آن اعتقاداتی که دارن و در اینجا اصلا و ابدا مسئله ملت ایران نیست، چه شیعه چه سنی چه مسیحی یهودی آتش پرست زردشتی هر چی که هست، مسئله ملت ایران نیست، مسئله حکومت است. حتی در خود همین اسرائیل خیلی از در فلسطین اشغالی خیلی از کسانی که حتی هم شهرنشینانی هم که در اونجا بودن با این جنگ هایی که رخ میده موافق نیستن. شما تظاهراتشون رو میبینید، همیشه درگیری حکومت نتانیاهو با ملتش رو دارید میبینید. و تعدادی هم از یهودیان هستن که اصلا با اشغال فلسطین و با کشتار مردم فلسطین مخالف هستن. تظاهرات میکنن، کنفرانس ها برقرار میکنن، در داخل اسرائیل در خارج از اسرائیل مخالفت میکنن. اصلا اون اعتقاد به تشکیل یک دولت برای یهودیان ندارن. اعتقادشون مثل شیعه بر این است که هر وقت که مسیح میاد و برای اونها حکومت تشکیل میده و انتقام اونها رو میگیره. تا اون موقع ما نباید حکومت تشکیل بدیم. شیعیان همین اعتقاد رو دارن. تا آمدن امام زمان نباید حکومت تشکیل بدیم. امام زمان میاد بعد انتقام اول آخر رو میگیره. تشابهی که بین اینها وجود دارد. همه ما میدانیم و در این برنامه من نمیخوام در این مورد صحبت بکنم و بعد از در ساعت دوم هر کسی اگر خواست دلیل مدرک بخواد من حاضر هستم که از کتابای خودشون بهشون بدم. اعتقاد روافض و حاکمینی که فعلا در ایران هستن به ذات الله سبحانه و تعالی اون اعتقاد نیست که یک مسلمان واقعی باید داشته باشه و این رو علنا در کتابهای خودشون بیان میکنن. اعتقاد به رسول الله صلی الله علیه و سلم اون اعتقادی نیست که باید یک مسلمان داشته باشه. حتی توهین ها و اهانت هایی هم از سلف و خلفشان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفته. قائل به امامت هستن. امامت به این معنی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا علی و 11 پسرش جانشین پیامبر بودن و همه علمای شیعه بر این متفق هستند بدون استثناء که هر کس یکی از این امامان را منکر شود کافر است. یعنی شما اونها را مسلمان میدانید اما اونها شما را کافر میدانند. اعتقاد دارن که قرآنی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده قرآن اصل 17,000 آیه بوده و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن را تحریف کردن. اعتقاد دارن که همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه در زمان پیامبر و چه بعد از پیامبر والعیاذ بالله مرتکب زنا شده. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که الله متعال عفت و پاکدامنی ایشان را در سوره احزاب و در سوره نور بیان میکنه، اینها معتقد هستند که علیاذ بالله مرتکب زنا شدن. اصحاب پیامبر غیر از 3 نفر 4 نفر رو بقیه رو همه رو میگن اینا مرتد شدن.
همه رو، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، همه رو، سعد، سعید، همین عشره مبشره غیر از سیدنا علی رو همه رو میگن که اینها مرتد شدن، کافر شدن. شیعیانی که این اعتقادات رو داشته باشن ما به اینها میگیم روافض. اما شیعیانی که این اعتقادات رو نداشته باشن، که در مورد ذات الهی، رسول الله، صحابه، اهل بیت، قرآن، امامت، این مسائل رو اعتقاد نداشته باشن، فقط به مجرد این که بگن ما دوستدار علی و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، یا بعضی از فرقای شیعه مانند زیدیا که علی رو بر عثمان یا به بعضی از صحابه برتری میدن، در این صورت اونها مسلمانن و اگر که موحد و یکتاپرست باشن، شرک نورزن، مؤمنن و با همین عقیده و با همین عمل به قرآن و سنت اگر از دنیا برن و اعمال شایسته داشته باشن، ان شاء الله وارد بهشت میشن، ولو این که اسمشون شیعه باشه. خوب دقت بکنید، بعضیا فکر میکنن که به مجرد اینکه فلانی اسم شیعه است کافر و مرتد است. این غلط است. ما عموم شیعیان را تکفیر نمی کنیم. شاید در بین اهل سنت کسی باشه که اسمش اهل سنت و جماعت هم باشه، حنفی باشه، شافعی، مالکی، حنبلی باشه، خیلی هم ادعا داشته باشه، اما از شیعیان مشرکتر باشه، از شیعیان گمراهتر باشه، از شیعیان کافرتر باشه. پس اسم اینجا مهم نیست. مهم معیارها است. معیار قرآن و سنت است. معیار عقیده صحیح است. معیار دوستی و دشمنی در راه الله است، ولا و برا است. اسمها هیچ مهم نیست. اما اون صفاتی که برای شما ذکر کردم، از ذات الهی گرفته تا اصحاب اهل بیت، کسی که اون صفات رو داشته باشه و اون اعتقادات رو داشته باشه، این شیعه رافضی است و مودت و دوستی با اینها مخالف توحید و یکتاپرستی است. به همین دلیل موقف یک مسلمان مؤمن و واقعی، همانطوری که در دوران 12 روز جنگ خدمت شما در برنامه‌های متعدد بیان کردیم، این است که ما نه از این طرفداری میکنیم نه از اون طرفداری میکنیم. ادعی نه این که مسئله طرفداری که بگذاریم، گفتن اگر کسی در کنار ایران نیسته کافر است، منافق است. ادعی چنان جوگیر شده بودن که صبح تا شام که انه خامنه ای رو داشتن به مرتبه خدایی میرساندن. چی شد؟ ببینید، وقتی که عقیده متزلزل باشه، وقتی که انسان اساسات دین و عقیدش رو نفهمه، دچار این مشکلات میشه. در اولین دست اندازی که بیاد با کله سقوط میکنه. بعضیا تماس میگرفتن میگفتن ببینید شما انقدر در مواضعتون ثابت قدم هستید، هنوزم میگید که نه امکان نداره که اینها هم دیگه. گفتم من بله معتقد هستم که امکان نداره که اینها هم دیگر رو از بین ببرن، الا اینکه کسانی بدتر از آخوندها رو در ایران حاکم بکنن، بدتر نسبت به اسلام، بدتر نسبت به اهل سنت. اگر یک گروهی بدتر از آخوندها رو پیدا بکنن، آره آخوندها رو از بین میبرن. اما تا روزی که این آخوندها دارن خدمت میکنن به اونها و بر علیه اسلام دارن کار میکنن، اینها رو نگه خواهند داشت. بعد از 12 روز نصف این کسایی که هی شب و روز داد و واویلا را انداخته بودن پنچر شدن. هنوز روز 13-14 نشده بود که اخراج مهاجرین افغانی شروع شد از ایران به بهانه‌های مختلف. گفتن آقا اینا جاسوس بودن، اینا جاسوسی میکردن و اینا غیر مجاز بودن و اینا فلان بودن و حوادثی و رویدادهایی و داستانهایی که در برنامه گذشته ذکر کردیم. تجاوز، دست درازی به زنها، خوردن مال و حق کارگران افغانی، تاراج اموالشون. بیچاره مثلا 10 سال، 15 سال، 5 سال، 1 سال اونجا کار کرده، همه مال و داراییشو رسما دزدیدن. دزدی رسمی حکومتی از مرزبانها و پاسدارا و ژاندارمری و راهنمای رانندگی و نمیدونم پلیس و همه علنا دزدی رسمی. بعد با توهین، با تحقیر اونها رو رد مرز کردن. و همونطوری که گفتیم شاید یک ایرانی متعصب الان بگه خب افغانی‌ها باید برن از فلان، غیر قانونیان، غیر مجاز فلان. ما هیچ مشکلی نداریم، بذارید برن، بیرونشون بکنید، اصلا اخراجشون بکنید، اما حق توهین و تحقیر ندارید. نه در دین اسلام، نه در قوانین بین المللی، نه در
روابط همسایگی، در هیچ معیاری از معیارهای بشر. اگر خودتون رو بشر نمیدانید، جانورهای آمازونی میدانید، انسانهای جنگلی و قرون وسطایی میدانید، اون موقع با شما حرفی نداریم. اما ادعای بلند بالایی که تاریخ 5000 ساله دارید و 2500 ساله دارید و ادب دارید و فرهنگ دارید و نژاد برتر هستید و قوم برتر هستید و ادبیات و تاریخ و علم و عرفان و که همه اینا هم دزدی است. یعنی همه اینها مولانا و نمیدونم فلان و علان، همه اینها اگر حافظ سعدی است از فرهنگ و کلتور اهل سنت است، اگر مولانا هست از افغانستان است، اگر سلسله های پادشاهی و حکومت هایی که نصف این تاریخی هم که به اسم خودشون دارن رقم میزنن تاریخشون نیست، تاریخ ملت های دیگری است که غصب کردن، دزدیدن، به نام خودشان زدن. حالا وارد این بحثا نمیشیم. مهم این است که آنچه که انجام دادن عمل انسانی نیست، اسلامی که هیچ. اهل بیت و نمیدونم پیامبر و شیعه و فلان اینم هیچ. باور کنید که انسان با انسان اینگونه برخورد نمیکنه. خب این دنیا همونطوری گفتیم و تلک الایام نداولها بین الناس. امروز 15 جولای سال 2025 این تاریخ روی گوشه بنویسید. اگر و ما زنده هستیم ان شاء الله و خواهیم دید که همینایی که این بلا رو سر مهاجرین افغانستان آوردن، اگر همین بلا سر خودشون در دنیا نیومد، این رسم دنیا هست و این قانون الهی است. کسی که به انسانی ظلم بکنه نتیجهشو در همین دنیا قبل از آخرت خواهد دید و آخرت ادها و امر، تلختر و سهمگینتر خواهد. و یک روز میاد که اینها میبینن. ما نمیخوایم، ما بدخواه ملت شریف و بزرگ ایران نیستیم، اما در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد نابود شدن یک قومی بر اساس فتنه و فساد در بین آنها صحبت میکنن، ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یا رسول الله، خب در بین این قوم انسانهای خوبی هم بودن، حالا مصیبت اومد همه اینا باید تر و خشک بسوزه؟ گفتن بله، چون همین انسانهای خوب از دست اون انسانهای بد نگرفتن و اونها رو از ظلم و ستم باز نداشتن. وقتی که مصیبت آمد، همون ایرانی شریف و عزیزی که امروز جلو ام میهن و ام شهری ظالم و مستبدش رو نمیگیره، اون هم میسوزه. آتش که اومد در جنگل تر و خشک همه میسوزه. پس اصل دوستی و دشمنی بر اساس توحید و یکتاپرستی در دین چی است؟ با هم سوره ممتحنه رو که یکی از سوره های بزرگ قرآن است، صفحه اولش رو خیلی سریع برای شما عزیزان بیان میکنم. دوستانی که میخوان بیشتر در مورد این موضوع بررسی بکنن میرن در تفاسیر و در کتبی که در این مورد نوشته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید، دوستان نشون بدن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، شما دشمنان من و دشمنان خودتان را دوست و همنشین نگیرید. تلقون الیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. شما با آنها طرح دوستی میاندازید، اونها رو دوست خودتان میدانید، در حالی که وقد كفروا بما جاءكم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم. و شما با آنها دوستی میکنید، مودت میکنید، در حالی که اونها پیامبر رو اخراج میکنن از شهر و دیارش و شما رو هم به خاطر ایمانتان به الله سبحانه و تعالی اخراج میکنن. ان تؤمنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگر شما به الله ایمان داشته باشید، در راه الله جهاد بکنید، شما را از شهر و دیارتان چیکار میکنن؟ خارج میکنن.
تسرون الیهم بالمودة و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. شما پنهانی با آنها دوستی میکنید، مودت میکنید، با آنها دوستی و روابط برقرار میکنید، در حالی که من پروردگار میدانم آنچه را که شما پنهان میدارید و آنچه را که شما آشکار میکنید. و من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل. کسی که این کار را شما بکند یقینا راه راست را گم کرده است. بعضیا چی میگن؟ اینها همزبانان ما هستند. فارسی زبان، یک ناسیونالیست فارسی تاجیک افغانی اومده بود گفته بود که کسانی رو که از ایران اخراج میکنن پشتونها و هزاره ها هستن، با فارس ها با تاجیک ها کاری ندارن. یعنی ببینید تعصب به اندازه چشم یک انسان رو کور بکنه که بخواد روی جنایات اینها هم پرده بیندازه. الله متعال در ادامه این آیات به ما یک مثال میزنه، یک مثال زنده، واضح و آشکار از یک پیامبر بزرگ. میگه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه. برای شما الگو هست، یک الگوی نیکو، ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودند، کسانی که به ابراهیم ایمان آورده بودند، مؤمنین. اذ قالوا لقومهم، وقتی گفتن به قومشان. امروز معیار دوستی و دشمنی در نزد تاجیکای افغانستان چی است؟ تاجیک بودن. در نزد ازبک ها چی است؟ ازبک بودن. در نزد پشتون ها چی است؟ پشتون بودن. در نزد بلوچ ها چی است؟ بلوچ بودن. در حالی که این گونه نباید باشه. ابراهیم والذین معه، کسانی که با او بودن، از قوم خودشون اعلان براءت و بیزاری میکنن. با کسی بحث میکردیم میگفت هر چی که هست فارسی زبان خود ما که هست. با کسی دیگه بحث میکردم میگفت هر چی که هست تاجیک خودمون که هست. با کسی دیگه بحث میکردم میگفت هر چی باشه از حزب ما که هست. یعنی معیار دوستی و دشمنی در نزد اینها چی شده؟ حزب، قوم، نژاد، زبان. در حالی که معیار دوستی در دین الله سبحانه و تعالی چی است؟ لا اله الا الله. خب چه الگویی، چه اسوه‌ای بوده ابراهیم؟ چی کار میکرده؟ اذ قالوا لقومهم، وقتی گفتن به قومشون انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ما بیزار هستیم از شما. قوم ما هستید، تاجیک ما هستید، ازبک ما هستید، عرب ما هستید، ترک و ترکمن ما هستید، بلوچ ما هستید، ایرانی ما هستید. تاریخ مشترک، زبان مشترک، همه چیز مشترک داریم. اما چون که شما کفر ورزیدید، ما از شما بیزاریم. اعلان براءت و بیزاری میکنیم. انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ما از شما و آنچه که به غیر از الله میپرستید اعلان براءت و بیزاری میکنیم. کفرنا بکم، ما کفر میورزیم به شما. یعنی چی؟ یعنی ما از شما اعلان براءت و بیزاری میکنیم. و بدأ بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. و بین ما و بین شما دشمنی و عداوت است تا روزی که به دین حق برگردید. ولو اینکه قوم من باشید، خیش من باشید، هر پدر من، مادر من، همسر من، فرزند من، هر چی میخوایی باش، مادامی که از راه حق منحرف شدی، بین ما و شما قد بدأ بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. بین ما و شما عداوت و دشمنی است. ابدا، دائما. این نیست که والله فردا دلم به حالت بسوزه، نه. و این رو عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه نشان دادن. جنگ بدر مگر بین کی و کی بود؟ بین آمریکا و اسرائیل که نبود، بین شوروی و بین آمریکا که نبود، بین افغانستان و بین ایران که نبود، بین هند و پاکستان که نبود، بین برادر و پدر.
بین برادر و برادر، بین برادرزاده و عمو، بین برادرزاده و دایی، بین خواهرزاده و بین قوم خویش بود. معیار چی بود؟ لا اله الا الله. این طرف میگفت لا اله الا الله، این طرف میگفت که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت‌ها رو واسطه بین خودمان و الله یکتا قرار دادیم. تا کی این عداوت دشمنی ادامه پیدا میکند؟ حتی تؤمنوا بالله وحده، تا وقتی که به الله یگانه ایمان بیاورید. معیار دوستی و دشمنی بین مسلمان و دیگران چی است؟ تا وقتی که ایمان میآورید به الله سبحانه و تعالی، الله یکتا و یگانه، شریک نمیارید. این همه عداوت و دشمنی، برخورد زشتی که شما با مهاجرین افغان دیدید، دقیقاً کاپی اون رو با مهاجرین و با ملت فلسطین در غزه و در شهرهای مختلف اشغالی در فلسطین میبینید. چرا اینا در ظلم و ستم بر مسلمان ها شبیه هم هستن؟ این شباهت رو الله متعال در قرآن بیان میکنه. دوستان نشون بدن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا، بیشترین عداوت و دشمنی با مؤمنان از طرف کیا صورت میگیرد؟ الیهود، یهود، همین صهیونستا، والذین اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدن. امروز چقدر بتخانه در ایران و در عراق اینا درست کردن به نام امام رضا و امام حسن و امام حسین و امام فلان و امام فلان، و اعمالی که در اونجا انجام میدن دقیقاً مانند اعمالی است که مشرکین در کنار بت‌هایشان در مکه قبل از فتح انجام میدادن. و یک عده کسانی بودند که به خاطر دشمنی سیاسی یا منهجی با حماس یا با اخوان المسلمین رفتن خوشحال شدن از اینکه اسرائیلی ها فلسطینی ها رو میزنن، حماس رو میزنن. اینها هم مانند کسانی که در کنار رژیم جنایتکار آخوندی قرار گرفتن، نه دین رو فهمیدن، نه توحید رو فهمیدن، نه اسلام رو فهمیدن. چون امروز کسانی که اخوانی هست، حماسی هست، جهادی هست، از هر گروه فرقه‌ای که هست، امروز مورد ظلم و ستم یهود و نصارا در فلسطین قرار میگیره. تو چطور مسلمانی هستی که به خاطر اختلاف سیاسی، به خاطر اختلاف فکری، برادران مسلمان و مؤمن و مظلوم و ستم دیده خودت رو در فلسطین رها میکنی، در کنار یهود و نصارا قرار میگیری؟ باور کنید این انسانها الله میخواد سلفی باشه، علفی باشه، از هر گروهی که میخواد باشه، خاصتا با اشاره به اونها میتونیم بگیم که امین سلفی های مدخلی خوشحال بودن از این که اسرائیل فلسطینی ها رو میزنه، حماس رو میزنه. اینها اولا که دین رو نفهمیدن، توحید رو نفهمیدن، ثانیاً اینا بی حیثیت تر، بی وجدان تر از ابو جهل و ابو لهب و از مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. اونا اگر بت پرست بودن، مشرک بودن، کافر بودن، یک غیرت قومی که داشتن، و اینها همون غیرت قومی رو هم ندارن، همون غیرت عربی رو هم ندارن، همون غیرت انسانی رو هم ندارن. از برای خدا چطور انقدر ریش گذاشته، اسمش هم سلفی، شروع میکنه خوشحال میشه از این که فلان فرمانده فلسطینی به شهادت میرسه، فلان نیروهای حماس مثلا در فلان جا شکست میخورن یا فلان جا بمباران میشه. خوب شد، خوب کاری کرد اسرائیل زد اینا رو. این چه مسلمانی است که تو داری؟ همیشه افراد و تفرید ما میبینیم در دین، در جامعه، در برخوردمون. الله متعال به اینها هم چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، سوره مائده آیه 51 دوستان اگر نشون بدن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنین، یهود و نصارا رو شما دوستتون نگیرید.
بعضهم اولیاء و بعضیشان دوستان یکدیگرن. 1400 سال پیش الله متعال در قرآن میگه که این یهود و نصارا بعضی از اینها دوستان بعضی دیگری هستند. و همه ایتان میدانید که یهودی ها اعتقاد دارن که حضرت مسیح عیسی ابن مریم دجال است، دروغگو هست، یک پیامبر ساختگی است. و مسیحی ها اعتقاد دارن که همین یهودی ها پیامبرشون عیسی علیه السلام رو به صلیب کشیده. این دوتا با هم دیگه دید دینشون با هم دیگه تا امروز همین است. اما بر علیه مسلمان ها همین نصارا، همین مسیحی ها میان اسرائیل رو کمک میکنن، صهیونیسم رو کمک میکنن. الله متعال در اون وقت گفته بود که اینها بعضیاشون با هم دیگه بر علیه مسلمان ها دوست هم دیگرن. و من یتولهم منکم، کسی که با آنها دوستی بکند، کسی که با آنها تولا داشته باشد، ولایت آنها را بپذیرد و در کنار آنها باشد، بر علیه مسلمان ها با آنها همدل باشد، همراز باشد، همبستگی داشته باشد، فانه منهم، او هم مثل آنهاست، کافر است. ببینید مسئله ولا مسئله توحید است. در اینجا شوخی بردار نیست که طرف میاد خوشحال میشه که والا خوب کرد که اسرائیل حماس رو زد. اینجا اتوماتیک انسان از دایره اسلام خارج میشه. تو به عنوان یک مسلمان نباید از این که یک کافر، یک یهودی، یک نصرانی برادر مسلمان تو رو میکشه یا او رو از شهر و دیارش اخراج میکنه یا او رو بمباران میکنه و تو خوشحال میشی، اینجا تو باید بری کل دینت رو باید دوباره ریستارت بکنی. تو مشکل داری در عقیده، اصلا هیچی نمیفهمی. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال قوم ظالم رو، قوم مشرک رو هدایت نمیکنه. یعنی کسانی که دچار این لغزش میشن در مسئله ولا و برا، دوستی و دشمنی، اینها از جمله کفار و مشرکین هستند. الله متعال خیلی از علمای ما، دعوتگران ما، شورای اخوت و نمیدونم در فعلا هم که ادعا خبرهایی که میاد از این ور اونور که بعضی از ارگانها، بعضی از مدارس، بعضی از ملاها با ایران روابط پنهانی دارن، از ایران کمک میگیرن در افغانستان و کم کم داره شکاف بین یک جناح و جناح دیگر در داخل امارت اسلامی زیاد میشه که الله سبحانه و تعالی از یک مصیبت دیگری، از جنگ خانگی دیگری در افغانستان ما رو نجات بده. اینها چی هستن؟ اینها پنهانی میرن با دشمنان دین ارتباط میگیرن، از طرف اونها کمک میشن، طبق منهج و مصالح و امتیازاتی که اونها میدن کار میکنن. الله متعال از این من میکنه مؤمنین رو. در سوره آل عمران میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. ای مؤمنین، از غیر خودتان، یعنی از غیر مؤمنین، امروز بعضی از علما، بعضی از شخصیت ها، بعضی از، من سربسته اینا رو میگم، خودشون میدونن، نمیخوایم فعلا نام کسی رو بگیریم، امروز از ایران کمک میشن در داخل همین امارات اسلامی به خاطر ایجاد فتنه و خاطر ایجاد تفرقه از طرف ایران، از طرف سپاه پاسداران کمک میشن. هفته میلیون ها دلار بهشون کمک میشه، پنهانی با اونها ارتباط دارن. الله متعال از همین من میکنه ای مؤمنین، غیر از خودتان، غیر از مؤمنین، دوستانی که محرم اسرارتان باشد نگیرید. آنها از هیچ ظلم و ستم و عداوت و دشمنی در حق شما کوتاهی نمی کنن. من نمیدانم چگونه یک انسان مسلمانی، طالبی، عالم دینی، ملای، مولوی، مولانایی که در سال 1990 همین آخوندا کمک کردن شما رو تک 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 هزاران، ده ها هزار نفرتان رو قتل عام کردن، تو امروز میری با او دوستی پنهانی و از او کمک میگیری بر علیه یک گروه دیگری که شاید با او اختلاف خیلی اندک فکری داشته باشی، سلیقه‌ای داشته باشی، از اونها میری کمک میگیری. الله متعال به تو چی میگه؟
میگه اگر روزی دستشون به شما برسه از هیچ کار زشتی، از هیچ عداوت و دشمنی بر علیه شما فروگذار نخواهند کرد. گاهی اوقات عداوت و دشمنی از زبانشون، گاهی اوقات انت حواسشون نیست چیز از دهنشون در میره. مثل که قبل از این حمله اسرائیل 2-3 روز قبلش دیدید در صدا و سیما به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه توهین کردن، آمدن یک ماستمالیش کردن و دیدید که خداوند چه انتقامی گرفت و چگونه اینها رو، همون بزرگانشون رو تک 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 در یک شب همشون رو نابود کرد. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. کسی که با ولی از اولیای من اعلان جنگ بکنه، دشمنی بکنه، من با او می جنگم، من با او اعلان جنگ می کنم. اگر ابوبکر صدیق سید و سردار اولیا بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نباشه، پس ولی کی است؟ دیدید که چگونه در تلویزیون رسمیشون به صدیق اکبر توهین کردن و چگونه الله سبحانه و تعالی اینها رو جزا داد. میگه گاهی اوقات قد بدت البغضاء من افواههم، گاهی اوقات از زبانهایشون چیزی در میره، نشان دهنده اون عداوت و کینه ای است که در درونشون دارن. و ما تخفی صدورهم اکبر، و آنچه در دلشون کینه و عداوت نسبت به شما و بقیه مؤمنین دارن خیلی بزرگتر از این چیزاست. شما فکر نکنید امروز اونا به خاطر مصلحت به شما کمک میکنن، پول میدن، اما فردا دستشون برسه اول پدر شما رو در میارن. و الله متعال میگه ما این آیات رو برای شما بیان میکنیم که شما چی پند بگیرید، از عقلتون استفاده کنید. قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر عقل دارید. و مشکل این است که خیلی از اینها عقل ندارند، از عقلشون کار نمیگیرن، 2 تا 4 تا رو نمیفهمن. و روزی که مصیبت سرشون آمد، موقع بعد شما داد بزنید که ما به شما خدمت کردیم، ما پنهانی چقدر در راستای مصالح شما با شما هماهنگ بودیم، اما نه، اون روز از دم تیغ همتون رو میگذرانند. زیرا الله متعال در آیه 113 سوره هود میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما میل نکنید، تکیه نکنید به کسانی که ظلم کردن. ظلمو در اینجا کسانی که ستم کردن، ستم پیشگان، و بزرگترین ستم پیشگان مشرکین هستند که به غیر الله سبحانه و تعالی متوسل میشن. اگر شما این کار رو بکنید، با مشرکین همدل بشید، اونها رو تکیهگاه خودتون قرار بدید، فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، آتش جهنم به شما میرسه، غیر از الله هیچ یار و مددگاری هم نخواهید داشت و شما را الله پیروز نمیکنه. ان الله طیب لا یقبل الا الطیب، الله متعال پاک است. تو اگر دینت رو، عقیدت رو با روابط پنهانی با آخوندها، با سپاه پاسداران، با ولایت فقیه آلوده میکنی، کثیف میکنی، دینت رو، عقیدت رو، مدرسه‌ت رو، مذهبت رو آلوده میکنی، الله سبحانه و تعالی تو رو هیچ وقت پیروز نمیکنه. این وعده الهی است. بگردید در همین تقریبا 150 سال اخیر که خیانت ها در بین مسلمان ها زیاد شد، کدوم خائنی به عزت و مکانت رسید؟ شریف حسین در مکه والی عثمانیا بود، در مکه امپراتوری عثمانی. انگلیس ها آمدن به شریف حسین چی گفتن؟ شریف حسین که میگن اینا از اهل بیت بودن. شریف یعنی سید. گفت تو از قریش هستی، مگر پیامبر نگفته که خلیفه باید از قریش باشه؟ تو فرزند پیامبر هستی، تو امیر مکه هستی، تو باید خلیفه مسلمان ها باشی. این سلطان عبدالحمید چی کار است که در استانبول رفته خودشو خلیفه مسلمان ها گفته؟ اون ترک است، تو عرب هستی. این را تحریک کردن، پول بهش دادن، کمک کردن. این چی شد؟ خودشو فروخت.
شروع کرد به انقلاب معروف به انقلاب عربی. بهش قول دادن، گفتن تو اگر که بر علیه عثمانی‌ها پیروز بشی و مکه و مدینه رو بگیری، ما تو رو به عنوان خلیفه مسلمین اعلان میکنیم. این هم همین کارو کرد. شروع کرد اول مشکلات سیاسی ایجاد کرد، بعد وارد جنگ عملی شد با امپراتوری عثمانی، اعلان استقلال کرد، خلاصه این مناطق رو همه رو گرفتن. بعد از اون که عراق سقوط کرد، اردن سقوط کرد، این مناطق سوریه، فلسطین اینو سقوط کرد به خاطر خیانت همین شریف حسین و اطرافیانش، بریتانیا اومد این مناطق رو اشغال کرد. بعد این بیچاره خلافت عثمانی سقوط کرد. بعد از اون بریتانیا به آرزوش رسید. بعد این بیچاره داد زد، داد واویلا، من قرار بود خلیفه مسلمین بشم، قرار بود این سرزمین ها رو به من بدی، کو گوش شنوا. در عزلت و بدبختی و افسردگی مرد. نهایتش چیکار کردن؟ به یکی از پسراش عراق رو دادن، به یکی از پسراش اردن رو دادن. همین ملک عبدالله ثانی هاشمی که فعلا پادشاه اردن است، نوه همون ملک حسینی که یک وقتی امیر مکه بود. و اون برادر دیگرش که یا عموش بود که عراق رو بهش دادن، در اونجا انقلاب صورت گرفت و اون رو هم کشتن و تیکه تیکش کردن. اونجا هم جمهوری اعلان شد. فقط ماند از اون خیانت بزرگی که به اسلام و مسلمان ها کرد، این کشور کوچیک اردن رو بهشون دادن، دهنشون رو بستن، گفتن مع السلامه. این عاقبت کسی است که به دشمن باور داشته باشه یا که به اونها اعتماد بکنه. ثم لا تنصرون، و الله سبحانه و تعالی شما رو پیروز نمیکنه. بعد یک مسئله مهم دیگری که در این 12-13 روز و تا امروز هم بعضی از جا، همونایی که دیروز داد میزدن آقا صاحب بزن، آی زنده باد آقا صاحب، زنده باد خامنه ای، زنده باد ایران، زنده باد فلان، بعد از اینکه مهاجرین اخراج شدن همه ایران مرده باد، ایران اینطوری شد، ایران اونطوری شد، آخوندا اینطورین، اینا ظالمن، اینا ستمگرن. انسانی که منهج نداشته باشه، معیار نداشته باشه، همین است. باد که از این ور شد میره این ور، از این ور که باد شد میره اون ور. اما انسان مومن، انسانی که پابند قرآن و سنت است، معیار دارد، اساس دارد، هدف دارد در زندگی، با این باد و باران ها و طوفان ها و گربادها متزلزل نمی شود، ثابت و پایدار در اهداف خود، در راه خود می ماند. این انسان های مذبذب رو، این انسان های که گاهی این برن گاهی اون برن، اینها رو الله سبحانه و تعالی در سوره حج اینگونه اینها رو تعریف میکنه. میگه که و من الناس، و از انسانها، من یعبد الله علی حرف، الله رو فقط با همین زبان، با حرف، همین میگه لا اله الا الله، نمیفهمه که اصلا لا اله الا الله چی است، با حرف میپرستن فقط. یعنی ایمانشون ضعیف است، ایمانشون سست است، ایمانشون بر اساس یک ثوابت و اصول استوار نیست. تهداب و اساس ایمانشون محکم و استوار نیست. مثل کسی که مثلا بهش میگی فردا میای، بعد میگه آره حالا ببینم میام، فردا شاید بیاد شاید نیاد. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن به، اگر که یک خیری بهش رسید، فکر کرد که یک چیز خیری بهش رسید، او دیگه کیف میکنه، مطمئن میشه. و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه، اگر دوچار یک فتنه شد، مثل این فتنه 12 روز، در این فتنه 12 روز ملاها لرزیدن، دکترای شریعت لرزیدن، بعضیشون میگن استاد حالا چی کار بکنیم؟ حالا چطور خواهد شد اگر ایران بزنه اسرائیل؟ گفتم والله ایران اگر با همین پرچمش، پرچم لا اله الا الله رو در دست بگیره، پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم، وارد تلاویو بشه، در نظر من این ایران همین ایران رافضی، ولایت فقیه، جنایتکار، خونخوار،
ظالم ستمگر است. گفتم به نظر من بیت المقدس در دست یهود باشه خیلی بهتر از این است که دست سپاه پاسداران ایران باشه. تعجب میکردیم چطوری میگی؟ گفتم اگر بیت المقدس، اولا که الله سبحانه و تعالی هیچ وقت اینها رو به این شرف نائل نمیکنه که اینها فاتح بیت المقدس باشن. و اولین فاتح بیت المقدس عمر بوده، فاتح دوم بیت المقدس صلاح الدین ایوبی بوده و امروز هم فاتح بیت المقدس اهل سنت و جماعت خواهند بود. هیچ وقت یک رافضی، یک مشرک فاتح بیت المقدس، اشغالگر میتونه بشه، یهودی هم آمدن اشغال کردن، صلیبی هم آمدن اشغال کردن، اما فاتح مسلمان بیت المقدس هیچ وقت امکان نداره که یک رافضی باشه. و این ایمان و بلا و برای انسان است که شما را اینگونه عقیده استوار و پایدار بهتون نصیب میکنه که اگر فردا پرچم لا اله الا الله هم در دست امثال خامنه‌ای در بیت المقدس در مسجد الاقصی این پرچم رو بزنه و اونجا رو فتح بکنه، یقین داشته باشید که این به ضرر اسلام و مسلمان هاست، نه به نفع اسلام و مسلمان ها. الله متعال همینا رو میگه که و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه، یک دوچار یک فتنه. فتنه چی است؟ گاهی اوقات انسان میمونه حق با کی است؟ اسرائیل داره ایران رو میزنه، ایران داره اسرائیل رو اگر ایران زد اسرائیل رو از بین برد چطور میشه؟ اگر اسرائیل زد ایران رو از بین برد چطور میشه؟ معیار نیست، نه منهج نیست، عقیده نیست، میمونه. چیکار میشه؟ همینجاست که با صورت میفته. الله متعال اینو با این اصطلاح بیان میکنه که و اگر یک فتنه ایجاد بشه، آزمایشی بیاد، اینا دیگه میمونن، میفتن، سقوط میکنن، در اولین دستانداز با کله میرن، به صورت میفتن. اینها کیا هستن؟ خسر الدنیا والآخره. اینها انسان هستن که خسر الدنیا والآخره هستن، نه در دنیا عزت و آبرویی دارن نه در آخرت. همینایی که تا دیروز تا یک هفته پیش داد و واویلا میکردن برای ایران کجا الان؟ مثل موش وارد سوراخ‌ها شدن. فیسبوکاشون رو ببینید ساکتن. خیلیشون پاک کردن اون پستایی که به طرفداری از آخوندا نوشته بودن. چرا انسان باید این گونه باشه؟ خسر الدنیا والآخره. یکیشون میگفت که اگر در کنار ایران نیستید شما منافقید. روزی که ایران این ظلم و ستم رو بر علیه مهاجرین روا می‌داره، چی میگه؟ چی نوشته؟ ما از حکومت جمهوری اسلامی ایران درخواست میکنیم که با مهاجرین افغانستان رویه خوبی داشته باشن و اونها رو طبق نمیدونم مقررات و قوانین بین المللی دیپورت بکنن. تو سر پیاز، ته پیاز، تو نوش پیاز، تو چه کاره که درخواست میکنی؟ چی است؟ از بس که شوک شده الان مونده که چی کار بکنه. کاری میخواد بکنه که نه سیخ بسوزه نه پیاز، نه ایران ناراحت بشه و نه مردم بگن که خب تو دیروز داشتی طرفداری میکردی، ایستادن در کنار جمهوری اسلامی رو معادل کفر و ایمان میدانستی، امروز چرا موقف نگرفتی؟ و اتفاقا این پستش بعد از برنامه‌ای بود که ما در مورد همین عدم اتخاذ موقف از طرف این شخص صحبت کردیم. چی است؟ این انسان ها خسر الدنیا والآخره، نه در دنیا عزت و آبرویی دارن و نه در آخرت. ذلک هو الخسران المبین. این است زیانکار آشکار. کسانی که بر اساس قوم، بر اساس زبان، من فارسی زبان هستم، من تاجیک هستم، اینجا فارسی زبان هست، ایران هست، این ازبک است، ما هم ازبک هستیم، این ترک است، ما هم ترک هستیم، این عرب است، ما هم عرب هستیم، به خاطر قوممان در کنار قوممان می ایستیم، به خاطر پدر و مادرمان در کنار خیشان خود می ایستیم، به خاطر که برادرم هست هر غلطی کرد من در کنارش وای میستم. کسانی که این فکر رو داشته باشند، اینها از دین خبر ندارند، از ایمان، از تقوا، از توحید بیخبرند. الله متعال در سوره مجادله آیه 22 میفرماید، دوستان اگر نشون بدن، لا تجدو، پیدا نمی کنی در بین اهل ایمان، پیدا نمی کنی قوما، گروهی رو، قومی رو،
انسانهایی رو که یؤمنون بالله، به الله ایمان داشته باشه، و بالیوم الاخر، به روز آخرت هم ایمان داشته باشه، یوادون من حاد الله و رسوله، دوستی میکنن با کسانی که دشمن الله و رسول هستند. آیا این دشمن الله و رسول فقط کسانی هستند که یهودی هستند، رافضی هستند، نصرانی هستند؟ نه خیر. ولو این که آباءهم، پدرانشان باشند. پدر دشمن دین است، تو با او دشمنی. دوست دین است، تو با او دوستی. این دوست دین اگر یک آفریقایی است، چینی است، آمریکایی است، روسی است، مؤمن است، مسلمان است، تو با او دوستی. اما پدرت اگر دشمن دین است، تو با او دشمنی. این دشمنی به معنی این نیست که تو به او احسان نکنی، حق پدر و مادر ولو که مشرک باشه ادا نکنی. او ابناءهم، یا که فرزندانش باشه. فرزندت فاسق است، فاجر است، منافق است، ظالم است، مشرک است، ولو اینکه فرزندت باشه، تو با او دوستی و مودت نداری. مودت، ببین یوادون در اینجا وقتی که ذکر میشه این از مودت است. مودت چیزی فراتر از محبت است، چیزی فراتر از دوستی است. این کلمه مودت در یک آیه دیگری برای روابط بین زن و شوهر ذکر میشه در اونجا. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده. مودت در اینجا بالاتر از عشق است، بالاتر از محبت است، بالاتر از صمیمیت است، بالاتر از دوستی است. پس شما اگر که پدرانتان و فرزندانتان دشمن الله و رسول بودن، شما با آنها دوستی نمی کنید. او اخوانهم، یا اینکه برادران شما باشن. امروز طرف میگه که این تاجیک خود ماست، فارسی زبان خود ماست، حالا هر چی میخواد باشه. او عشیرتهم، یا که قومش باشه. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینهایی که این گونه هستن، یعنی الله و رسول برایشان مهمتر از زبان، نژاد، قوم، خویش، قبیله، پدر، مادر، فرزند، برادر می باشد. اینها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی در دلهای آنها ایمان را نوشته است، در دلهای آنها ایمان را قرار داده است. و ایدهم بروح منه، الله سبحانه و تعالی آنها را از طرف خودش تأیید کرده است. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، اونا را وارد بهشتایی میکند که از فرودست آنها نهرها جاری است. بهشت‌های زیبایی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنین آفریده است. خالدین فیها، در آنجا جاویدان میمانند. رضی الله عنهم، الله از آنها راضی است. و رضوا عنه، و آنها از الله راضی اند. اولئک حزب الله، اینها هستند حزب الله واقعی. الا ان حزب الله هم المفلحون، آگاه باشید که حزب الله، این گروهی که این گونه هستند، اینا در حزب الله هستند، در حزب اخوان نیستند، در حزب جهاد نیستند، در حزب حماس نیستند، در حزب شیعه نیستند، در حزب سنی نیستند، در حزب جمعیت اصلاح نیستند. اینا براشون مهم نیست. اینها برایشون مهم نیست. الله و رسول مهم است، دین برایشان مهم است. حزب الله و رسولش هست. هر کسی که به خاطر مرام حزبش، سیاست حزبش، مصلحت حزبش، مصلحت رهبرش، امروز رهبرش میاد به قرآن توهین میکنه، به رسول الله توهین میکنه، به صحابه توهین میکنه، این دو پایشو در یک موزه کرده، نه من از او دفاع میکنم. چرا؟ چون که رهبر من است. اینا کسایی هستن که با رهبرشون با کله میرن در جهنم. الله متعال به کسانی که در راه دین، در راه توحید یکتاپرستی از همه چیز میگذرن، به اونها میگه اولئک حزب الله، اینها حزب الله هستن. الا ان حزب الله هم المفلحون، این حزب الله که است، اینها رستگارانن. اینا رستگار واقعیان، نه کسانی که به خاطر دنیا، به خاطر مصلحت دینشون رو، ایمانشون رو، عقیدهشون رو میفروشن. دوستان عزیز، یک کلیپی رو نشون میدم و بعد از اون انشاءالله دوستان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد، تماسهای شما عزیزان رو میگیریم. یادتون هست که داد میزدن که آهای ما مهاجرین افغانی رو به خاطر این اخراج میکنیم که اینها جاسوسی کردن در این چند روز برای اسرائیل و در بین اینها جاسوس بوده و اینها
سبب کشته شدن فرماندهان ما و بزرگان ما شدن. یعنی اون شکست مفتضحانه ای رو که در مقابل صهیونیست‌ها خورده بودن، این رو چیکار کردن؟ این رو میخواستن که با یک شکلی ماستمالی بکنن، گناه رو بندازن گردن افغان‌ها. دیواری کوتاه‌تر از افغان‌ها هم وجود نداره. اینها جاسوس بودن و اینا به اصطلاح جاسوسی اسرائیل کردن و این مسئله چقدر بزرگ شد همتون می‌دونید. این اعتراف یکی از مسئولین ایرانی است. خوب گوش کنید. اتباع هراسیه. ببینید من یه گزارش مستند همین دیروز بعد از ظهر یه جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسایی که بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع نبوده. یعنی از زمان دفاع از زمان شروع این 12 روزه تا الان که داریم با هم باز صحبت میگم می‌کنیم. حتی یک مورد. ببینید این که یه سری از اتباع به ویژه از برادران افغانی تو کشور ما غیر مجاز بودن، من بس اینا باید برن غیر مجازا برن. درسته. ولی یه جوری نشه که اینا خیلیاشون مدافع حرم بودن. ما هزاران شهید و جانباز از اینا داریم، بعد بیایم خدای نکرده اینا که میتونن نقطه قوت ما باشن خدای نکرده تبدیل بشن به اینکه آقا وقتی میگم جنگ تمدن یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که با هم همجهتن، ما باید از ظرفیت اینا استفاده کنیم. اونا که غیر مجازن تشریف برن، ولی اتباع هراسی اشتباه. الان خودشون اعتراف میکنن که در بین همه این جاسوسایی که دستگیر شدن یک نفر افغانی وجود نداره. این یک جانب قضیه. گاهی اوقات ملای ما عالم دین ما انقدر عقب مانده است از خبر، از علم، از تکنولوژی، ببینید بی‌آگاهی یک عالم و یک خطیب و یک دعوتگر گاهی اوقات تبدیل میشه به مصیبت. به خاطر همین من موقعی که در شبکه وصال مدیریت شبکه رو به عهده داشتم همیشه تاکید میکردم به علما و دعوتگرانی که کار میکردن، فیسبوک باید آپدیت باشید، روزانه فیسبوک چک بکنید، سایت های خبری رو چک بکنید، برنامه های همدیگر رو ببینید، سایت های دشمن ها رو برید ببینید، برنامه های دشمن ها رو باید ببینید، حتی همین شبکه های شیعه رو میگفتن برید برنامه هاشون رو ببینید. چون یک عالم، یک دعوتگر، یک خطیب باید بروز باشه، آپدیت باشه. یک چیزی در یک سوشال میدیا گفته میشه، در یک کانال گفته میشه، بعد عالم دین همون رو میگیره، بعد میره سر منبر و توی ملای سنی میری سر منبر، 200-300 هزار نفر جلوی تو نشستن، تو هم به ساز همونها میرقصی، تو هم حرفای همونها رو نشخوار میکنی برای مردم و یک کینه و عداوت در دل مردم ایجاد میکنی، یک نفرت در دل مردم ایجاد میکنی. و فرق تو با اون رافضی چی است؟ حالا این رو ببینید. در این هفته 30,000 افغانی از این کشور خارج شدن و به کشور خودشان بازگشتند. سوال اینجاست، جوان اینجا خودش بیکاره، نداره، فقیره، مردم اینجا خودشان بیکارن. ما خودمان باید جوانانمان سر کار باشد. ما نمیگوییم افغانی ها بد نیستن، اما این افغانی هایی که دیدیم در این چند روز اخیر در این کشور چاق شدن، در این کشور، در این میان این مردم زندگی کردن، اما این مردم را فروختند، اما برای جاسوسی کردن آمده بودن. بعضی ها افغانی خوبم داریم، اما اینها اسم افغانی ها را خراب کردن. متاسفانه همه جا خوب و بد هست. من میگویم جوانان خودمان و این کشور سر کار باشد بهتر است تا از جاهای دیگه افراد بیان سر کار باشند. بله، هر کشوری حالا بر اساس حرفای ایشون بر اساس معیار دین که نیست، بر اساس معیار مثلا کشورداری و سیاست امروز و اینا، آره بله حق با شماست. اما تو چرا میای حرف کانال های رافضی، دشمنان دین، سوشال میدیا رو نشخوار میکنی در سر منبر اهل سنت، میگی که اینها جاسوسی کردن، در حالی که مقام رسمی دولت ایران میگه که از قبل از 12 روز جنگ تا به امروز یک نفر افغانی به تهمت جاسوسی دستگیر نشده. این یک مشکلی است که متاسفانه ما در منابرمون داریم. ملای ما، دعوتگر ما، امام جماعت ما یا خود فروخته است، یا نوکر اطلاعات است، یا دست نشانده فلان حوزه علمیه و مرجع تقلید است. به ندرت پیدا می کنید که یک
عالم دعوتگر واقعی مخلص موحد خدمتگزار به اهل سنت در یک منصب امام جماعت و امامت و خطابت یک مسجد قرار داشته باشه. نمیگذارن. وظیفه علمای اهل سنت در کردستان، در جنوب ایران، در بلوچستان، در خراسان، در ترکمنصحرا این است که در این روزهای سخت در کنار برادران و خواهران مسلمانتان که به اونها داره ظلم میشه قرار بگیرید. نه اینکه مردم رو بر علیه اونها تحریک بکنید. نه اینکه عواطف و احساسات ناسیونالیستی مردم رو تحریک بکنید. بابا اخراج بکنید، حقتان است، اخراج بکنید. پولشو چرا میگیرید؟ خانه و زندگیشو چرا به تاراج میبرید؟ به نوامیسشون چرا توهین میکنید؟ حقوقشو چرا نمیدید؟ و این یک منطق خیلی غلط است از نگاه سیاست، اقتصاد، از نگاه روابط بین الملل، از هر دولتداری که یک دولتی یا یک شخصی ادعا بکنه که آمدن مهاجرین سبب بیکاری ملت شده. حالا مثلا چندین میلیون پناهنده ایرانی در اروپا و آمریکا زندگی میکنن. چرا در اونجا که مردم اونا هیچ وقت ادعا نمیکنن که به خاطر آمدن ایرانی، مثلا در آلمان صدها هزار ایرانی در اونجا زندگی میکنن، در ترکیه، در کشور، چون مردم اونجا گاهی اوقات ادعا نمیکنن که با آمدن پناهنده های ایرانی به کشور ما سبب بیکاری ما شده، چون که اونا دارن مدیریت میکنن. جناب کاک فلانی، من اسم شما رو نمیدونم، دارن مدیریت میکنن، مدیر دارن در کشورشون. کافر هستن، مسیحی هستن، اهل کتاب هستن، اما مدیر هستن. شما به جای اینکه بیایید بندازی گردن مهاجر افغان، گردن حکومت خودتون، مدیرای خودتون که نمیتونن مدیریت بکنن. من در برنامه گذاشتم گفتم اگر به همین مهاجرینی که در اونجا هستن و میخوان کار بکنن دولت اعلام بکنه که به شما اجازه کار میدیم، به شرط اینکه بیای در وزارت کار و امور اجتماعی اجازه کار بگیری، ورک پرمنت بهش میگن، اجازه کار بگیری. بعد اینکه اجازه کار گرفته، هر کسی که اینها رو به کار میگیره باید براشون بیمه اجتماعی، بیمه صحی طبق قانونی که برای شهروندهای ایرانی است بگذاره. اون موقع چی میشه؟ حقوق کارگر افغانی و حقوق کارگر ایرانی مساوی میشه. اما نه، این افغانی آشغال ولش کن، کسی که بازخواست نمیکنه، نه براش بیمه اجتماعی است، نه بیمه پزشکی است، هیچ، اصلا حقوق هم هرچی خواستیم کم بهشون میدیم، برو به جهنم. مشکل در مدیریت مملکت شما هست، مشکل در مهاجرین نیست. در پاکستان بیش از 5-6 میلیون مهاجر افغانی زندگی. تالش هندی یک پاکستانی اومده باشه گفته باشه که آها این افغانی آمدن کار رو از ما گرفتن؟ هر مهاجر افغانی که داره در پاکستان تجارت میکنه صدها پاکستانی پیشش کار میکنن و امروز به صدها شاید هزارها تاجر افغانی، سرمایه‌گذار افغانی در ایران هستن که صدها هزار ایرانی رو به کار گرفتن یا برای ایرانی‌ها ایجاد شغل کردن. این جانب قضیه رو که شما نمی‌بینید. شما در عربستان سعودی برید، در امارات برید، در عمان برید، در کویت برید، در ترکیه برید، در هر کشوری که افغان‌ها در اونجا مهاجر هستن برید. اگر در اونجا 100,000 افغانی زندگی بکنه، یقین 100% دارم که 3 برابر تعداد خودشون برای شهروندان اون کشور ایجاد شغل کردن. امروز برید در شهر مثلا غازی‌انتاب در ترکیه ببینید، افغان‌ها 10 کارخونه قالیبافی دارن در اونجا که در هر کارخونه صدها ترک کار میکنن. در استانبول، در شهرهای دیگر همچنان. شما مدیریتتون فاسد است، حکومتتون فاسد است، استفاده جوان. به خاطر چی؟ همین افغانی بیچاره رو دیروز که پیشانی بند یا فاطمه میزدن به نام فاطمیون، سلاح دستش میدادن، میفرستادن سوریه، شما ملاها که خفه خون گرفته بودین صداتون در نمی اومد، برو به جهنم، بره افغانی کشته بشه. صدها نفر از اینا رفتن در سوریه اسیر شدن، کشته شدن، زخمی شدن. به خاطر چی؟ به خاطر مصلحت نظام جمهوری اسلامی. بیچاره اونجا قاچاق اومده بود، کارشناسایی نداشت، آقا گفتن تو بیا برو به خاطر منافع ما در سوریه بجنگ، ما مانع به $100 میدیم. و اینها رفتن در اونجا صدها هزار زن و کودک اهل سنت رو در اونجا
قتل عام کردن و توی ملا سر منبر گاهی اوقات ذکر کردی از این یک مشکل دیگری است که متاسفانه ما داریم و امیدواریم که علمای ما در ایران، علمای اهل سنت و علمای افغانستان، دعوتگران یک کمی آگاهی خودشون رو بیشتر بکنن، بروز باشن. هرچی که شنیدید نیایید سر منبر نگید و مردم رو تحریک نکنید برای برادران و خواهران، چون این روزی که سر ملت افغانستان اومده فردا سر شما هم آمده نیست. و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزها رو میگردانیم بین مردم ها. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید. شما جزای خیر بده. آمین. سلامت باشید. آمین. میدونی این ملایی که لباس کردی تنش بود، یعنی کرد بود، چرا با زبان فارسی صحبت میکرد و با زبان مادری خودش صحبت نمیکرد؟ چون میخواست این سخنانش به گوش قوم جنایتکار برسه. درست. چون میخواست نشان بده که پاچه خاره و این نمونه زیاده. همونطور که یک امام جمعه بلوچ خطبه‌های خودش رو و خطبه‌های قبل جمعه خودش رو با زبان فارسی ارائه میده، این نیز برای این نیت این کارو میکنه، چون واقعا ضرورت نداره. وقتی که من کرد زبان هستم، مسلمان هستم، بر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، معممین من، کسانی که پشت سر من نماز میخونن مثل من، همزبان من هستن، ضرورت نداره من با زبان فارسی باشون صحبت بکنم. درست. بله این چنین استاد انصاری، من در شهرستان خودمون امام جمعه گماشته شده از طرف دفتر ولایت وقیه خامنه‌ای رو دیدم که با زبان فارسی صحبت میکنه و امام جمعه‌ای که واقعا از طرف مردم گماشته، یعنی گذاشته شده و مردم پشت سرش نماز میخونن، با زبان کردی صحبت میکنه. خیلی فرق بین این دوتا. درست. اینا همیشه سعی دارن که واقعا اون ابراز محبتشون، اون پاچه‌خواریشون رو به این رژیم جنایتکار نشون بدن. به این دلیل و به این خاطر با زبان فارسی صحبت میکنن، گرچه که شاید خیلی از پشت سرهاشون، کسانی که پشت سر نماز میخونن، گله داشته باشن که چرا این با زبان مادری ما صحبت نمیکنه، با زبان فارسی صحبت میکنه، ولی باز این گوش به این حرفا نمیده و همون نیت پستی که در باطنش هست رو میخواد اجرا بکنه. درست. میخوام اشاره بکنم در اینجا به یک موضوعی که شاید مردم بی توجه باشن، شاید مثلا کسی نشنیده باشه، ولی من خیلی وقت تعقیب میکنم. ببینید چه ضرورتی داره کسانی که حتی اتفاق افتاده در ماه رمضان، در اول سال نو زرتشتیان، آتش پرستا درست. بلند میشن از شهرستان خودشون سفر میکنن. چه ضرورت داره منی که امام جمعه هستم، منی که در یک مسجدی هستم که خانه خداست، بیام اینان رو که میخوان شاعر دین زرتشتی و آتش پرستی خودشون رو اجرا بکنن در خانه خدا از اینا تجلیل بکنم؟ و چه ضرورت داره بر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا رو تشویق بکنم که در پی بزرگداشت شاعر دین خودشون باشن؟ آیا واقعا این نشانه اسلام است؟ آیا واقعا این انسان از اسلام چیزی فهمیده؟ یا اینکه این میخواد مردم رو به طرف خودش بکشه تا فردا دوباره این مردم رو گمراه بکنه تا پشت سر علی خامنه‌ای بایستن؟ واقعا ببینید این سیاست ها خیلی پسته، خیلی سیاست های کثیفیه که یک انسان خودش رو عالم دین بگه، خودش رو مسلمان بگه، در منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشته باشه، ولی این چنین سیاست های کثیفی بریزه. الان اکثر این مردم هستن که برای این امام جمعه کف میزنن. اینا فکر میکنن این امامان جمعه میتونن این رژیم رو سرنگون کنن، در صورتی که اینا خام هستن، خودشون خام، زیرا که اولا دین ندارن، در پی دین آباءاجداد خودشون رفتن. همانطور که اون زمانی که مشرکان مکه میگفتن چطور ما دین آبا و اجداد خود رو رها کنیم دنبال دین رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم، امروز این مردم این اعتقاد دارن. این مردم همین اعتقاد دارن که بله اینا تمدن چند هزار ساله، مردم ایران میگم، از زرتشتیان یا آتش پرستا هر چی هست، بله ما تمدن چند هزار ساله داریم، چطور ما این تمدن رو رها کنیم به دنبال روی اسلام باشیم؟ ولی کسی که در لباس یک مسلمان اونا رو تشویق میکنه برای بزرگداشت شاعر دینشون، نزد اونا انسان خوبیه، براش کف میزنن، با حجاب
نسبتاً کمی میرن در جلوش ظاهر میشن، میگن ما فقط از مشهد اومدیم، از کجا اومدیم به جنوب ایران مثلا برای زیارت شما. زیارت کی؟ زیارت کسی که واقعا میگم کاری میکنه که اینا خوشبین باشن به دینی که واقعا دین نیست، زیرا که الله سبحانه و تعالی تنها اسلام رو از ما قبول میکنه، از همه. بله. یعنی هر کس امروز بر هر دینی غیر از دین اسلام باشه، عاقبتش فقط دست الله سبحانه و تعالی است. موضوعات زیاده ولی من نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. ممنون. سلامت باشید. تشکر شما. الله مطالعه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالعه ستون بکنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد گرام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما و بینندگانتون بخیر. خواستم استاد یک مشخصاتی راجع به این دوست ملامون که پخش کردید بهتون بدم. ایشون اسمشون ملا هیواز و تو استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهب توی یکی از روستاهاش اونجا امامت رو به عهده دارن و فکر کنم افرادی که پای منبر ایشون میشینن به تعداد انگشت دست هم نرسن. و ایشون یک پیج اینستاگرامی درست کردن. از طریق این پیج حالت اینفلوئنسر دارن، حالت یک فعال فضای مجازی دارن. واقعا اصلا انسانی اونجا نیست که پای حرفایشون بشینه و نمیدونم دنبال دیده شدنن، دنبال چی هستن، الله اعلم. امیدوارم حرفای شما به گوششون برسه و الله مطالعه هدایتشون کنه. آره انشالله که درست بشن، هدایت بشن ما و ایشون. آمین. شما در نکنه. خسته نباشید. میگم شبتون بخیر. شب شما بخیر. تشکر از شما برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و جلاله. خدا کنه شما جور و تندرست و موفق باشید. بنده از ولایت نجات افغانستان با شما به تماس شدم. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. قربان محبتتان، تشکر که با ما وقت گذاشتی و گوشی ما را جواب دادی. سلامت باشید. و شما فرمودید سب محترم، همی حرفای شما واقعا تاثیرگذار بود با ما و مولانا سب بشیر احمد امام جامعه ما البته و ولایت نیمروز این حرفا شما را موجود دقیقا گفت و تمام مردمان ما را عالی کرد و خدا را شکر آگاهی زیاده به ما داد و الحمدلله. و علاوه از این میماند که ما سر مرز نیمروز هستیم، بل حتی امروز کمک کردیم اونجا. الله سبحانه و تعالی قبول کنه. مهاجرین ما شما زیاد بود آمادی طرف دیگه چیزی که به حد توان ما مسلمان ها هست کمک میکنیم و کردیم. بنده البته یک راننده تاکسی بین المللی به نیمروز لازم و خدا رو شکر کمی چیزهایی که از دست ما آمد و ما کردیم و میکنیم و از هیچ چیزی هم دریغ نمیکنیم به خواست الله سبحانه و تعالی. و یگانه چیزی که مولوی از اینا بلند میشه و روی منبر و چنان حرفای و زیاد کلمه‌های هم هست که تو داخل گوشی خود ما شخصا هست که به افغانیان ما توهین میشه و توهین آمیزه و رفتار مردمی از اینا وحشتناکه و خود از اینا اصلا به دولت و نظام و اونا خود بماند به کنار و اگر انسان یک قلب و یک میل یک محبت داشته باشد ولیکن جاسوس نه که هر چی باشه نباید یک این رقم رفتار بی هدفانه به این مظلومایی که اونجا پناه بردن. خدا شاید میگیرم قسم میکنم به شما یک کارگر ما که ما همیشه مسافر کشیم به ما ویدیو نشون داد، گفت من 70 متر زیاده ما به ایران چا کندم
ای برادران شما بیایید این نگاه کنید، ما ببینیم کدام ایرانی امت میکنه، غیرت میکنه داخل از چون فقط پایین شوه پس بالا شوه. درست. و این گپای مرا خدا کنه همون کسایی که تلویزیون نگاه میکنه، کسایی که واقعا ایرانی هستن، ایران تبار هستن بشنون ما چی بده به حق شما کردیم، ما کدام جاسوس هستیم، ما همون کسی که جاسوس هست بگیری رویش رو سیاه کنه به دست خود افغانستان به دور تیکه تیکه میکنه، ولی شما غیرتتان رو به ما نشان میدین. این غیرت است، این از جهل از نافهمی از اینا هست. کارگر مسلمان بدبخته که به تو پناه آورده و با الو متاسفانه تماس بیننده عزیزمون اینترنتتون مشکل داره، تماستون قطع شد. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز، الله متعال حفظتون کنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری بزرگوار، شب شما بخیر. شب شما بخیر. استاد انصاری جامعه ایران به شکل بسیار خطرناک دچار گسست فکری شدن. درست. یعنی به این معنا یعنی دانشی که در مراکز علمی و پانتون‌ها مثلا تدریس میشه در جامعه عینی خود چیزای مثبت تدریس میشه، جامعه عینی کلا دیده نمیشه. یا ای که مثلا او هنجارهای مثبت و درستی که در نسل گذشته بوده در نسل فعلی دیده نمیشه. ما این وضعیت میگیم گسست فکری، یعنی در مجموع بجز اون مناطق جنوب و شرق ایران که برادران اهل سنت ما هستند دیگر شبیه دچار وحشت به شکل بسیار وحشتناک دچار گسست فکری هستند. یعنی شما ببینید که مردم بوده، یکی از بزرگان گفتن که حتی گفتن مردم تقاضا کرده بوده وقتی که نانوایی را بسته، گفتن که ما به افغان نان نمیدیم، تقاضای مردم بوده. یعنی شما ببینید که مردم به این ترتیب است و شما ببینید که کوچکترین همدردی را مقابل مردم مظلوم فلسطین شما نمیبینید، جز که اون اردشیایی هم کس و به خاطر مقاصد سیاسی و ناش است. ولی جامعه دیگه مثل که مسیح علی نژاد و نمیفهم دیگه و دیگه حتی یک بار بوس نکردن اینا و همین تو جامعه خود ایران هم است. بنابراین شما ببینید استاد تمام تاریخ اینا روی جعل و تزویر است. زبان فارسی خاصگاه اصلیش افغانستان است، از این خراسان افغانستان از رفته در ایران و شما ببینید که بعد تمدن را که یاد ادامه میکنن کوروش کبیر و فلان نمیفهم فلان. شما اگه کوروش را ببینید حتی مردم مصر هم میتونه ادامه کنه به خاطر از اینکه بابل در مصر قرار داشت و پایتخت یک از پایتخت‌های کوروش در مصر بود. درست. ولی اینا ببینید که با تمام تمدنی که ادامه میکنن با تمام چیزی ببینید اگر حکومت قبل از اسلام شما ببینید بعد از اسلام شما ببینید پایتخت‌هایش وقت نظر بگیرین اکثریتش در مناطق افغانستان و ازبکستان در این مناطق بودن. تمام تاریخ منطقه را اینا تاراج کردن به نام خودشان و بعد میان باز روی نجات پرستی از این زبان فارسی استفاده کرده از چیزایی که ما داریم در خاک ما بوده یا در ازبکستان یا تاجیکستان در این مناطق بوده، اینا به نام خود ضرب زدن و بازم تمام ادعایی که میکنن از تمدن، تمام ادعایی که از این پشتوانه بسیار عظیمی که یا میگن که ما بریم از ادبی فرهنگی یا خب کوچکترین نشانش امروز در این مردم دیده نمیشه. کسی که با یک پشتوانه عظیم وقتی که ادعا میکنه داره باید رفتار امروزیش رقم باشه. اینجاست که ما میگیم که انجارهای مثبت یا نسل‌های گذشته یا ای که نبوده کلا یا ای که نبوده تمامش دروغ و تصویر از مثل دینشان، یا که اگر بوده که خود شما ادعا میکنین و مینویسین و همه کارا میکنین، خیلی پس چرا این انجارهای مثبت در نسل امروز کوچکترینش دیده نمیشه؟ به اندازه سر سوزن دیده نمیشه. امی جنایت، امی ظلم، امی شما ببینید در مقابل افغان‌ها یا چی کار میکنن. به خدا قسم باور کنید که اینمی یهود، اینمی نتانیاهو جنایتکار شما به اسرائیل همین قسم جنایت خداوندی اگر بکنه که اینا در جامعه مسلمان میگن، باز میگن ما مسلمان هستیم که نمیفهم ایران ما ایران حیدری است و نمیفهم کربلایی است و فلانی است، خمیر رقم کار کس میکنه با افغان. شما ببینید که حتی
زایمان صورت گرفت. شما به یک کدام مسلمان میکاره میگن نمیتونست مگر چشم نداشتی حداقل مسلمانی که باردار بوده بود خب بلند نمیکردید موتر. ولی چی است جامعه که دچار انحطاط فکری، جامعه که با جهل تصویر شکل گرفته، جامعه که انجارهای گذشته اگر بوده برایشان انتقال نشده، دروغ بوده، از بعید نیست که چنین حرکاتی بکنن. در حالی که تمام افتخاراتی را که ادعا میکنن هم از مشرق کشورشان آمده که این افغانستان باشه. زبان فارسی را که بدر ادعا میکنن هم از افغانستان رفته. و باز دوباره وقتی که یا گرفتن زبان رسمی ساختن در سال 1935 توسط رضا شاه و بعد از اون وقت به این طرف انحطاط اینی مردم شروع کردن بر تزویر، شروع کردن بر جهل، شروع کردن بر تاراج تاریخ منطقه، شروع کردن بر نفاق افغانی با زبان اینمی زبان فارسی و شروع کردن در داخل افغانستان. شما ببینید که چه رقم ببین اختلافات را میندازه در بین مردم. و استاد دستاری گذشته از خواهش ما از این وطنان ما که یک کمی بیدار شوین. چرا نمیخواین این خطا را ببینید؟ چرا نمیشناسید دشمنتان نمیشناسید؟ مخصوصا دشمن اونایی که از خود ماست، این بزرگان، این رهبران که شما بارها استاد دستاری در اینجا چهرهایشان افشا کردین از تمام باشن، از بچه مسعود گرفته تا نمیفهم حکمتیار، تا نمیفهم سانتا کلاوس برش میگه چی میگم این پاپ جان پال، شما سرش نام استاد سیاف، شما اینا رو ببینید باز هم این مردم باز هم ببینید باز این مردم ببینید که در حدش هست، باز ببینید که حرکت‌های سرخناریش در پشت از یمان او باید که خب اینمی کسایی بودن پروژه اینمی همسایه را سر شما تطبیق کردن. امروز وضع ما را ببینید با اونا را ببینید که حتی میگه که کسی که قیلون کی را جور میکنه استاد عطار میگه که 4000 درهم استاد انصاری معاشش هست، یعنی تقریبا در حدود 75-76 هزار افغانی میشه. حالا 76 هزار افغانی در بلاد پسش شما ببینید که عیش نوششون در خارج جریان داره. این مردم باز هم ببینید که علاوه استاد عطار امپراتور شمال، امپراتور شرق غرب، ما در افغانستان قهرمان نداریم، داشتیم وضع ما رقمی نبود. شما ببینید وضعیت ما را وقتش است استاد که ما مردم افغانستان باید که بیدار شود. اولا رهبرای دزده بشناسن و بیدار شود، کشور خودشان آباد کنند، چون کشور بیگانه مملکت ما نمیشه. بسیار زیاد تشکر. ببخشید استاد از وقت شما را گرفتم. تشکر از شما. الله متعرفتون کنه. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. شما سلام. علیکم. سوال کنم در افغان ما بگو او کدام کشور 16 میلیون نفر نمیدونم. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. سلام. علیکم السلام. عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز، استاد انصاری بزرگ. سلامت باشید. تشکر از شما. حالتون خوب باشه. استاد فقط میتونم خارج از برنامه سوال بپرسم؟ والا وقت چندانی به پایان برنامه نمونده. اگر در رابطه با موضوع برنامه است یا اگر سوالی که جواب کوتاه مختصری داشته باشه بفرمایید. جواب کوتاه. استاد انصاری حکم انگشت اشاره در زمان تشهد لطف می‌کنید بفرمایید. سنت است. چگونه من باید اجرا کنم؟ سنت است. در این مورد بیش از یعنی شاید بیش از 70 حدیث آمده از طرق مختلف و یعنی در بعضی روایت اومده که در اثناء تشهد باید تکون داده بشه و انسان نگاه بکنه به انگشتش. در بعضی روایات تکان دادن نیامده. المهم این است که این جزء سنت‌های نماز است. اگر شما این را اصلا انجام هم ندید نماز شما کامل است، درست است، هیچ اشکالی ندارد. انجام دادنش مطابقت از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اجر و پاداش است. در مورد شکل و طریقش که روایات متعدد اومده به این معنی است که یک شکل و حرکت و طریقه ثابتی وجود نداشته. گاهی اوقات پیامبر تکون میداده، گاهی اوقات تکون نمیداده صلی الله علیه و سلم. به خاطر همین روایت‌های متعددی در این مورد داریم. ببخشید استاد یه سوال دیگه، آیا ترید حلال است یا حرام؟ ترید طلا، معامله گری طلا به صورت دیجیتال؟ به صورت دیجیتال اتفاقا دیروز یک دوستی در این مورد سوال میکرد که مثلا مؤسساتی هست شما به شکل دیجیتال
طلا میخرید، یه قسمتی پول میدید، یه قسمتش میمونه، بعد این رو میفروشید و سود میگیرید و آخر شب هم روزانه به خاطر خرید و فروش که صورت میگیره مبلغی متفاوتی برای شما میفرسته. همه اینا آنچه که تقریبا شاید در حدود 1 ساعت نیم ساعتی من صحبت کردم، تفاصیلی که ذکر کردن، همه اینا معاملات مشبوهی است که یعنی در اون شروط خرید و فروش شرعی که وجود داره در این معاملات دیده نمیشه. به خاطر همین دوری کردن از این معاملات یعنی بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آنچه که در او شک و شبهه وجود دارد به کنار بگذار و آنچه که در او شک و شبهه نیست آن را بگیر. الله سبحانه و تعالی خرید و فروش رو حلال کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که احل الله البیع و حرم الربا. الله سبحانه و تعالی خرید و فروش رو حلال قرار داده و سود و ربا رو حرام قرار داده. و این معاملات اصلا خود این مؤسساتی که است مؤسسات سودی است. اکثرا مؤسساتی است یا مرکزشون در هند است یا هندوها هستند یا یهودی‌ها هستند یا در کشورهای غربی است. اصلا تعامل کردن، معامله کردن به غیر ضرورت با مؤسساتی که با شرکت‌هایی که اساس تأسیسشون بر اساس سود بانکی است جایز نیست. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله سبحانه و تعالی ما را امر میکنه که شما همکاری نکنید در کاری که در او گناه هست و تحدی و دشمنی هست. به طور مثال در شهر شما 2 تا بانک وجود داره، یکی بانکی است که بانک اسلامی است، یکی از بانک ربوی است. شما به عنوان مسلمان وظیفه دارید که با بانک اسلامی معامله بکنید. چرا؟ اگر با این بانک ربوی معامله کردید ولو این که ربا هم نگرفتید، شما در پیشرفت و ترقی این بانک کمک کردید. این کمترین گناهی است که شما مرتکب میشید. و ثانیاً خیلی از شبهات در این طوری که دوستمون ذکر کرد در این خرید و فروش وجود داره. به طور مثال شما یک طلایی رو میخرید، مثلا 1000 گرم میخرید، درست؟ پول 100 گرم رو میپردازید، اما 1000 گرم رو شما بوک کردید، درست؟ بعد از این 1000 گرمی که شما بوک کردید اگر قیمت بره بالا اون شرکت سود میده به شما، درست است؟ این حرام است، چون شما مالک این 100,000 گرم طلا نشدید هنوز. شما فقط 100 گرم رو پولش رو دادید، اون رو بوک کردید. مالی رو که شما قبض نکرده بودید، اصطلاح قبض اصطلاح شرعی است، مالکیت به دست آوردن. به طور مثال این ماوس هست، این نزد من هست، شما به من مثلا 100 تومان میدی، میگی این رو برای من نگه دار، من این رو از شما میخرم. تا لحظه‌ای که پولش رو کامل ندادید و این رو من به دست شما ندادم و پول رو نگرفتم، شما مالک این نیستید. به خاطر همون نمیتونید در این تصرف بکنید. متوجه هستید؟ خیلی معاملات شبهه انگیز در این شرکت ها وجود داره. به خاطر همین دوری کردن خیلی خوب است و این رو یقین داشته باشید که همه این مؤسسات دیجیتال که هست یک روزی بلای سر مشتریان خودش بیاره که یعنی نمونه‌اش زیاد دیدیم. مثلا در سال گذشته در ترکیه یکی از شرکت‌های دیجیتال بود که خیلی از افغان‌ها، ایرانی‌ها درش سرمایه‌گذاری کرده بودن. یک شبه بس طرف فرار کرد، رفت، پول‌ها همه نابود شد و بعد از اون از طریق اینترپل آوردنش، اما طرف گفت که پولا رو همه رو خرج کردم، چیزی نمونده. و مثل این شرکت‌های زیادی بودن که دیگه یک موقعی رشد کردن، بعد از اون به زمین خورد و همه دارایی خودشون و سرمایه‌شون از دست دادن. درست. استاد یه سوال کوتاه دیگه میشه؟ نه خواهش میکنم دیگه. من اصلا سوالات فقهی در برنامه شبکه نور پاسخ نمیدم. روز جمعه میتونید در برنامه زنده ما تماس بگیرید ان شاء الله. زنده باشید. تشکر. استاد فقط یه میخواستم بگم من یکی از طرفدارای خیلی شدید و عجیب غریبتونم و امیدوارم که در اون دنیا من با شما محشور بشم. الله همه ما رو با پیامبر و صدیقین و شهدا محشور بگردونه برادر عزیز. الهیم فقط دعای عاقبت بخیری و ازدواج برای من اگر لطف میکنید. الله متا شما را عاقبت بخیر بکنه و یک زن صالحه و مؤمن نصیبتون بکنه. تشکر شما برادر عزیز. الهیم شبتون بخیر. خدا الله. یک موضوعی که یک از دوستان پرسیده خوب است که در موردش صحبت بکنیم. دوستی پرسیدن که در مورد مدخلی ها و ربیع بن هادی المدخلی صحبت بکنید که اخیراً فوت کرد. بله در هفته گذشته بود فکر کنم، شیخ ربیع بن هادی المدخلی
الله متعال رحمتش بکنه و از سر تقصیراتش بگذره، از دنیا رفت و دنیایی پر از آشوب، جنگ، دعوا، اختلاف، تفرقه در بین مسلمان ها و در بین شاگردانش و در بین امت اسلامی رو گذاشت. در این که ربیع بن هادی المدخلی یک عالم بود، یک از علمای بزرگ بود و الله سبحانه و تعالی بهش علم داده بود، خواستن در علم حدیث. استاد بود در دانشگاه اسلامی در مدینه منوره مدتی و یکی از علمای برازنده بود، در این شکی نیست. الله سبحانه و تعالی سر تقصیراتش بگذره. و منتها این که هر کسی عالم بود، هر کسی علامه دهر بود، ما در موردش هیچی صحبت نکنیم، نقد نکنیم، این درست نیست. ایشان با بعضی از فتاوایشون، با بعضی از شاگردانشون، با بعضی از مواقفشون سبب اختلاف و تفرقه و ایجاد دو دستگی در بین امت اسلامی، خاصتا در بین منتسبین به سلفیت شدن در کشورهای عربی و حتی در افغانستان، در تاجیکستان و خیلی از جوانان تاجیک متاثر شدن از فکر و منهج ایشان و اختلافات خیلی شدیدی در بین عزیزانی که در منهج سلفی بودن به سبب محمد بن امان جامی و ربیع بن هادی المدخلی که هر دوشون را فوت کردن. ما در مورد خودشون صحبت نمی کنیم، در مورد فکرشون صحبت می کنیم. دقیقاً این فکر مدخلی در سال 1990 و 91، البته این فکر قبلا وجود داشت، یعنی از زمان بعد از خلفای راشدین این فکر یعنی با اشکال مختلف در بین تعدادی از علمایی بودن، در کنار سلاطین قرار می گرفتن، هر کاری که اونا می گفتن اینا توجیه می کردن و اطاعت از ولی امر در هر چی که بگه خلاصه این رو واجب و فرض می دانستن، هر گونه انتقاد از ولی امر رو اجازه نمی دادن و الی آخره. اما در زمان عصر جدید فکر مدخلی چگونه رشد کرد؟ زمانی که در سال 90 و 91 بعد از حمله عراق به کویت و اشغال کویت و حمله به سعودی و شهر خفچی رو فکر کنم در عربستان سعودی عراقی‌ها اشغال کردن، بعد از این قضیه طبیعتاً کشورهای خلیج یعنی در مقابل صدام قدرت دفاع از خودشون رو نداشتن. میدونید که کویت در ظرف چند ساعتی سقوط کرد، یعنی حتی سربازای عراقی با اتوبوس اومدن شهرها رو یکی پی دیگری گرفتن. کشورهای منطقه به خاطر دفاع از خودشون و اخراج عراق از کویت اومدن از کشورهای غربی، از آمریکا و کشورهای اروپایی درخواست کمک کردن. یک ائتلاف بین المللی خلاصه تشکیل شد و اینا آمدن برای اولین بار سربازای اروپایی و آمریکایی بعد از سقوط خلافت عثمانی برای اولین بار بود که همچین یک حرکتی صورت می گرفت که اینها آمدن حتی در منطقه عربستان سعودی که سرزمین حرمین شریفین گفته می شد و این با عکس العمل شدید تعداد زیادی از علما و دعوتگران در داخل عربستان و در خارج عربستان مواجه شد. بعد از اون تعدادی از علما، حالا این که در پشت پرده چه اتفاقاتی افتاد اون رو الله و علم ما نمیدونیم، اینا آمدن خلاصه به این حرکت هایی که صورت گرفت یک نوع مشروعیت دینی دادن و صعود اینها و به اصطلاح رشد اینها از همین جریان آغاز شد و آهسته آهسته اینا نفوذ پیدا کردن در مدارس، در دانشگاه‌های اسلامی، در وزارتخانه‌هایی که شؤون دین و امور دین رو اداره می‌کردن و آهسته آهسته اتباعی برای خودشون پیدا کردن در کشورهای مختلف، در داخل کشورهای خلیج و این فکر آهسته آهسته رشد کرد. به اندازه این فکر رشد پیدا کرد که حتی بعضی از ادارات و دانشگاه‌ها رو کلاً اداره‌ش و این را به عهده گرفتن. خلاصه این فکر چی است؟ غلو در تبدیع، یعنی در تفسیق و تبدیع مسلمان‌ها غلو میکنن و افراد میکنن. یعنی در نزد اینها اخوانی ها مبتدع هستند، از اهل سنت نیستند، جماعت تبلیغ مبتدع است، از اهل سنت نیست، فلان احزاب مبتدع هستند، از اهل سنت نیستند، اینا اینطوری هستند، اونا اونطوری هستند. غلو و افراد در تبدیع یکی از صفات اینهاست. صفت دیگرشون غلو در جرح و تعدیل. جرح و تعدیل خب یکی از علوم حدیث است که میدانید
که راویان احادیث رو علما بر اساس یک منهجی جرح و تعدیل میکنن، همه رفتار و کردار او رو بررسی میکنن تا از صحت و سقم روایاتی که این شخص کرده یقین حاصل بشه. همین علم رو اینها آوردن بر عامه مسلمان ها، بر احزاب اسلامی، بر جوامع اسلامی، بر دعات، بر دعوتگران، علما این رو تطبیق دادن و چنان در این مورد غلو و افراط کردن که اگر شخصی تصور کنید، اگر شخصی در کتاب خودش قولی رو مثلا از سید قطب نقل کرده بود یا از حسن البنا نقل کرده بود یا از مودودی نقل کرده بود یا از قرضاوی نقل کرده بود، خلاص سر این یک اکس میکشیدن که این طرف اخوانی است. اخوانی بودن در نزد اونها یعنی چی؟ یعنی خلاص این از اهل سنت و جماعت خارج است. نمیگفتن صراحتاً که کافر است، میگفتن از اهل سنت و جماعت نیستن، اهل بدعت هستن. بر صورت غلو در تبدیع و غلو در جرح و تعدیل یکی از صفات ویژه ربیع بن هادی المدخلی، محمد ابن امان جامی و اتباع و شاگردانش است. مثلا می اومد از شما میپرسید که نظر در مورد شیخ محمد عریفی چی است؟ بارها شده از من این رو پرسیدن. والا خوب است، یک دعوتگری است، یک عالمی است. خوب میگفت خیر، سلام علیکم، میرفت. فردا میدید که مینشست در یک جمع محمد انصاری، یک مبتدع ضال مضل اخوانی گمراه است. چرا؟ چون که میگه که عریفی آدم خوبی است. تصور کنید ما در شبکه وصال یک برنامه کلیپایی بود در مورد جهان آخرت از شیخ عریفی بود، این رو دوبله کردیم، پخش کردیم. بعد از اون همه این جماعت مدخلی گفتن آقا این وصال حق اخوانی است، ضال مضل و گمراه هستن، اینا از اهل سنت نیستن. از بین همکاران خودمون کسانی بودن که علنا به ما میگفتن شما اهل سنت و جماعت نیستید. تصور کنید، گفتن شما اهل سنت و جماعت نیستید. طبیعتاً در مقابل این فکر و از بطن همین فکر جامی و مدخلی فکر تکفیری داعشی خارج شد. فکر تکفیری داعشی از بطن فکر سلفی مدخلی خارج شد. اینا رو گرچه میان انکار میکنن اما این یک واقعیت است. مثلا محمد ابن امان جامی یک تکفیری است، عالم است، بزرگ است، دعوتگر است. ربیع بن هادی المدخلی در حقیقت منهجش یک منهج تکفیری است. منهج تکفیری است که به ظاهر نمیاد شما رو بگه شما کافر هستی، خارج از اسلام هستی، اما منهجی است که تو رو همینطور مثل یک راهی درست کرده باشن که همینطور عاقبت شما سر بخوری بری تو چاله بیفتی. همینطور یک منهج، یک راهی رو درست کردن. و من این حرفایی که میزنم بعضیا میان با احساسات و عواطف برخورد میکنن. نه، من کتابای اینا رو خواندم، منهج اینا رو خواندم. محمد ابن امان جامی رو، کتابهای این رو مطالعه کردم دقیق و به نظر من و بعد از مطالعه کتاب‌های اینها به این نتیجه رسیدم که فکر تکفیری داعشی که همه امت اسلامی رو تکفیر میکنن، این فکر برگرفته شده از بطن فکر سلفی مدخلی است. البته ما در مورد فکر وسطیت سلفی معتدل مطابقت از قرآن و سنت صحبت نمی کنیم، این جداست. اما در بین هر فکر و منهجی راه‌های غلط و گمراه و اشخاص که به بیراه رفتن وجود داره. خلاصه از جمله صفاتی که در بین اینها است این است که شما انسان مثلا یک کسی ولی امر است، هر عملی که انجام بده ولو این که حکم به غیر ما انزل الله هم بکنه، شما حق ندارید که از او انتقاد بکنید علنا و هیچی به او بگید. خب این غلط است. این در سیرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما می‌بینیم که انکار علنی بر خلفای راشدین شده، بر خلفای بنی امیه شده، بنی عباس شده، اما در عصر ما اینا میگن که نه، در این مورد شما باید حرفی نزنید. دوم، هر فعلی رو که ولی امر انجام بده شما حق نصیحت ندارید الا اینکه بری پنهانی پیش خودش نصیحتش بکنید. هیچ منکری رو شما انکار نمیتونید بکنید در مورد ولات امر الا اینکه شما برید پنهانی در پیش خودش بگید. دوم اینکه یک قاعده‌ای برای خودشان درست کردن که جماعت مسلمان‌ها کی است. مثلا ما در یک قاعده‌ای داریم در نزد اهل سنت و جماعت، میگیم که جمهور، حرفی رو که جمهور بزنن سند است. مثلا میگیم جمهور علما این رو گفتن، جمهور اهل سنت این رو گفتن، یا جماعت اهل سنت این رو گفتن،
یا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ید الله مع الجماعه، جماعت مسلمان بر یک چیز گرده هم بیان، این حق است، این درست است. جماعت امت اسلامی یا جمهور امت اسلامی و جماعت اسلامی در نزد اینها کیا هستند؟ کسانی که صاحب فکر امان جامی و ربیع بن هادی المدخلی هستند و ولی امرشون. یعنی در هر کشوری که زندگی میکنن پادشاه همون کشور ولی امر است. به هر کسی که در این محور باشه جماعت مسلمان است، هر کسی که خارج از اینجا باشه ضال و مضل و فاسق و فاجر است. همه حرکت های سیاسی اسلامی که وجود داره، مثلا ما درست است از اخوان المسلمین انتقاد میکنیم، از جماعت اسلامی انتقاد میکنیم، از جماعت تبلیغ انتقاد میکنیم، اشتباه رو میگیم اشتباه است. اما در نزد اینها همه جماعت های اسلامی، حرکت های اسلامی ضالن، مضلن، گمراهن، خارج از اهل سنت و جماعتن. به مجرد این که شما رفیق باشی، دوست باشی با یکی از اعضای یک جماعت اسلامی، شما ضال و مضل و خارج از اسلام هستی. در همه کشورهای جهان، مثلا در لیبیا، در سوریه، در عراق، کسانی که این فکر رو دارن و در اونجا زندگی میکنن، اگر ربیع بن هادی المدخلی در سعودی یک فتوایی میداد، یکی رو تایید میکرد، یکی رو رد میکرد، شاگردانش و اتباعش در اون کشور بدون در نظر داشت مصالح مسلمانان در اونجا همون رو رد میکردن، همون رو تایید میکردن. یعنی یک تعصب شدید شخصیت پرستی در بین جماعت سلفی مدخلی وجود داره. دین یعنی ربیع بن هادی المدخلی، حق یعنی ربیع بن هادی المدخلی، توحید یعنی ربیع بن هادی المدخلی، اهل بدعت کسی که با ربیع بن هادی المدخلی مخالف است. اهل سنت اتباع ربیع بن هادی المدخلی، کسی که اتباع ربیع بن هادی المدخلی نیست همه خارج از اهل سنت. و این یکی از به اصطلاح غلوبی که اینا در حق شخصیت‌های خودشون دارن. یک از دوستان به من گفته بود که شما میگید که فکر تکفیری از جماعت مدخلی نشأت گرفته. بله دقیقاً. من در این مورد یک کتابی رو خدمت شما عزیزان اینجا نشون بدم، چون همه این کتابا اینا رو خوندم، حتی اسکن کردم، صفحات خاصی رو نشاندهی کردن بعضی از متونی رو. اینها وقتی در زمانی بودن که در کشوری زندگی میکردن که پادشاهی مطلق است در اونجا، به خاطر اینکه طاعت ولی امر واجب است و در کنار ولی امر باید بود، هر حرکتی که ضد ولی امر باشد اون رو کفر میدانستن. کافر است، خلاص تکفیرش میکردن. پارلمان کافر است، انتخابات کفر است، کاندید کردن کفر است، خلاصه همه چیز کفر است، هیچی اصلا بدل. پس همین فکر آیسته آیسته تبدیل شد به جماعت داعش و فکر تکفیری. مثلا این کتاب رو دوستان نشان بدن، حقیقت الدموکراتیه و انها لیست من الاسلام، حقیقت دموکراسی و اینکه دموکراسی از اسلام نیست. دقیقاً همین فکری است که امروز تکفیریای داعش دارن. نویسنده باورتون میشه کی است؟ محمد امان بن علی الجامی. ربیع بن هادی المدخلی شاگرد جامی است و این فکر جامی از اون موقع شروع شد. اول بهش میگفتن جامی، بعد میگفتن مدخلی. محمد ابن امان ابن علی جامی از سومالی است، از اریتریا است، از اونجا مهاجر شد اومد در عربستان، خلاصه در دهه 90 بود که به خاطر اسباب و سیاسات اون زمان این فکر. در یکی از صفحات کتابش که این کتابم در اونجا چاپ شده، در این صفحه دوستان عزیز ببینید، در صفحه 39 چی میگه؟ فالطاغوت هذا النوع في وقتنا الحاضر واحد. میگه طاغوت در وقت حاضر ما همه انواع طاغوت یکی است، ولكنه يحمل القابا كثيره. این طاغوت القاب متعددی داره و هو شيء واحد في حقیقه، در حقیقت همش یکی است. تعددت الاسباب والموت واحد. اسباب مختلف است اما نتیجه مرگ است. و هو حاکم یحکم بغیر ما انزل الله فیطاع. هر حاکمی که به غیر ما انزل الله حکم بکنه و از او اطاعت بکنه، این حاکم طاغوت است. او کاهنی باشه، او سلطه تشریعیه، یا یک قوه مقننه باشد، تسمى پارلمانن که پارلمان باشد، او مجلس الشعب یا مجلس مردمی باشد، یا در افغانستان لوی جرگه بهش میگن، او مجلس الامه یا مجلس امت باشد، او قوانین مستورده یا قوانینی که از خارج آمده باشد، یستوردها زعیم یؤمن بالحیات الپارلمانیه، یک رهبری که به زندگی پارلمانی اعتقاد داشته، او قوانین محلی وطنیه یا قوانین ملی و مدنی،
و نحن لا نفرق و ما فرقی نمیگذاریم کما کررنا غیر مره، ما بارها ذکر کردیم بین الکفر المستورد، بین کفری که از خارج آمده باشد و بین کفر المحلی و بین کفری که ملی باشد. و مرد کل ذلک اصل واحد، که برگشت اینها به یک اصل است و هو تحکیم غیر الله، که تحکیم غیر الله باشه، و تلقی من غیره و عدم الرضا به شرع الله، و تلقی از غیر الله و عدم رضا به شرع الله باشد. و ما یسمى الانتخابات الحر وسیله ظاهره الى هذا النوع، و کسی که در انتخابات آزاد شرکت میکنه وسیله ظاهری است به خاطر این نوع من الشرک، این یک نوع شرک است، و هو باطل کما ترى، و این یک باطلی است چنان که میبینید. و مما یودی الى الباطل و یکون وسیله الیه فالباطل فالانتخابات الحر باطل، اذن انتخابات آزاد باطل است، شرک است. این کتابشو که بخونید شما دقیقا فکر میکنید، اگر اسم امان جامی رو نبینید فکر میکنید که این رو ابوبکر بغدادی نوشته. فکر تکفیری از بطن فکر مدخلی خارج شد و یک تعداد از تکفیری های دیگر یک ریاکشنی بود، رد فعلی بود، عکس العملی بود که در مقابل یک گروه آمدن گفتن طاعت مطلق ولی فقیه، هر غلطی بکنه ما در موردش هیچی نباید بگیم. یک طرف دیگری در انتهای تفرید رفتن گفتن که نه، حاکم کافر است، اینا علمای طاغوت هستن، اینا کافر هستن. همین فکری که از داخل بطن جامی و مدخلی خارج شده بود شد تکفیری ها و اینا به جان همدیگر افتادن. مدخلی اینا رو تکفیر میکرد، اونا مدخلی ها رو تکفیر میکردن و در بین منهج صاف و زلال سلفیت دو گروهی که یکیش افراد یکیش تفرید به جان همدیگه افتادن و سلفیت هم بدنام کردن. و چه امت اسلامی، چه عزیزانی رو اینا به حدی رسیده بودن مدخلی ها، باورتون میشه در کشورهای غربی میرفتن با استخبارات کشورهای غربی بر علیه مسلمانانی که حالا مثلا عضو فلان حزب بود، عضو فلان گروه بود، با استخبارات کشورهای کفری همکاری میکردن بر علیه مسلمانان. یکی از بزرگان و تیورسنهای اینها در وقتی که آمریکا آمده بود عراق رو اشغال کرده بود، پل برمر حاکم بود در اونجا، حاکم رسمی آمریکا در عراق. حکومت عراق وجود نداشت، رئیس جمهور وجود نداشت، صدام سقوط کرده بود. پل برمر رو آوردن اونجا، یک جنرال آمریکایی رو به عنوان حاکم تعیین کردن در عراق. همین مدخلیا در اون موقع یکی از تیورستان‌های اینها اومد در کانال رسمی گفت که آقای پل برمر ولی امر است، اطاعت از او واجب است. وقتی موجی بهش گفت بابا این که اشغال کرده، گفت ما قاعده فقهی داریم که هر کسی حاکمی که غالب شد در یک جا خلاصه حکم از او است و او حاکم است و باید از او اطاعت بکنم و جهاد کردن بر علیه اینها جایز نیست. این خلاصه ای از این فکر است که الله سبحانه و تعالی شرشون رو از سر امت اسلامی دور بکنه. ما با شخص ربیع بن مدخلی و نمیدونم جامی و با اینها مشکل شخصی نداریم. عالم بودن، علمشون برای خودشون، در مورد اعمالی که انجام دادن در پیش الله سبحانه و تعالی پاسخگو خواهند بود و این عالم بودن دلیل این نمیشه که ما فکر کسی رو نقد نکنیم، اشتباهاتش رو بیان نکنیم. دوستان اشاره میکنن که وقت به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
يزيل